بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. به نام الله یگانه رب العالمین، کسی که هرچه داریم از لطف و کرم اوست، و با سلام و صلات و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیاء و المرسلین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین و در پناه الله متعال باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما و پرسش های بینندگان عزیز انشالله خواهم بود. انشالله. از سوال های SMS بینندگان شروع میکنیم برنامه را و اولین بیننده از کرمانشاه هستن که سوالشون این است که گفتن من دست یه دزد را رو کردم، اونم به دزدیش اعتراف کرد و به خاطر دزدیش از کار برکنارش کردن. آیا من کار خوبی کردم یا نه؟ چون حتی یک بار از من هم دزدی کرده بود. بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. به صورت کلی در جامعه اسلامی از افرادی که خطا و اشتباهی سر میزنند ما یک اصلی داریم در مورد پوشاندن اسرار مردم، برملا نکردن اسرار دیگران یا به تعبیر شرعی عورات مسلمانان. این یک اصل هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که متفق علیهم هست، بخاری و مسلم روایت کردن، ایشون میگن من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این به عنوان یک مبدأ و یک اساس هست در جامعه اسلامی که هر کسی که عیب برادر مسلمانش را بپوشد، هر کسی که گناه و اشتباه و اشکال و ایرادی رو که در برادر مسلمانش مشاهده کرده اون را بپوشد، من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. هر کسی که عیب برادر مسلمانش را بپوشاند الله متعال هم عیب او را در روز قیامت میپوشاند. این در مواردی هست که عیب و ایرادی که در برادر مسلمان هست ضرر و زیانش به دیگران نمیرسد. ضرر و زیانش نسبت و تنها به خودش هست و متعدی به دیگر افراد جامعه نیست و منجر به افساد و ایجاد فساد در جامعه نمی شود. در این موردی که این بیننده عزیزمون فرمودند ابتدا باید ایشون نصیحت می کردند کسی رو که مرتکب همچنین کاری شده، ابتدا باید محرمانه و به صورت تنهایی چنین فردی رو در واقع نصیحت کرد، یا این که به صورت غیر مستقیم ایشون رو در واقع اطلاع بدهیم که و توصیه و نصیحت بکنیم که از این کارشون در واقع دست باید بکشند. این مرحله اولش هست که انسان باید این موارد رو مراعات بکنه. غیر از این عملی که یک فردی که مال دیگران رو به ناحق به سرقت می برده یا می خورد، این در واقع یک منکر هست، یک ناهنجاری هست در یک جامعه. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث معروفی که در صحیح مسلم هست، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف ایمان. هر کسی که در جامعه منکری رو دید، یعنی یک کار ناشایسته رو دید، یک ناهنجاری رو در یک جامعه مشاهده کرد، فلیغیره بیده، موظف هست که با دست خودش باید اون منکر رو جلوگیری بکند. یعنی اگر انسانی قدرت دارد و میتواند با دست خودش و عملا وارد عمل بشود و این منکر را جلوگیری بکند، این اولین وظیفه فرد مسلمان است. تمام ما مسئولیت هستیم و یک نظارت همگانی و مسئولیت همگانی رو تمام افراد جامعه دارند که در مقابل منکرات و ناهنجاری ها و فسادهایی که ایجاد شده در جامعه باید واکنش نشان بدهند و جلوگیری بکنند و اصلاح بکنند. این مرحله اول. فإن لم یستطع فبلسانه، این مرحله دوم هست. و اگر
نمیتوانست که عملاً با دست خودش این منکر رو تغییر بدهد، با زبان خودش نصیحت بکند، اعلام بکند و تا جایی که برایش ممکن هست با استفاده از زبان سعی بکند که این منکرات را در واقع جلوگیری بکند. و در مرحله چهارم همون تغییر منکر هست و اصلاح قلبی هست. معنی این که انسان با قلب خودش باید منکرات رو در واقع تغییر بدهد، معنیش این نیست که شما باید چنین کار بدی رو در قلب خودتان بد بدانید. برخی این گونه این حدیث رو تعبیر میکنند که فإن لم یستطع فبقلبه، یعنی اگر کسی از کارش ناراضی باشه و با قلب خودش این کار رو بد بدونه. این که اصل مسلمانی هست. امکان ندارد که انسانی مسلمان باقی بماند و منکرات را بپسندد و فساد و گناه و در واقع جرم و جنایت را بپسندند. این به عنوان یک مبدأ و یک اساس هست. تمامی مواردی رو که الله متعال بر ما حرام کرده، من به عنوان یک مسلمان باید در مقابل اونها واکنش نشان بدهم. یعنی به هیچ عنوان خواسته و در واقع امید قلبی من این نباشه که کاش که این منکرات در جامعه به وجود می آمد. هر مسلمانی وظیفه دارد و این جزء ایمانش هست که در مقابل منکرات واکنش نشان بدهد و در قلب خودش این منکرات را در واقع بد بداند. این یک اصل هست. معنی این حدیث این است که با قلب خودش تغییر بدهد، یعنی عزمش را جزم بکند، تصمیم کامل و 100% را داشته باشد، به محض این که برایم مجالی داده بشود، برایم میسر بشود، چه از نظر عملی چه از نظر گفتاری، من وارد عمل میشم و اقدام میکنم و این منکرات را باید تغییر بدهم. یعنی این که تصمیم تغییر منکرات را حتما باید داشته باشند. و این بیننده عزیزمون که این عمل را انجام دادن، از نظر شرعیشون گناهی رو انجام ندادن، ولو این که منجر شده باشه به این که این فرد در واقع از کار خودش اخراج شده باشد و این به خاطر همون گناهی هست که شون در واقع انجام داده. اما در چنین موارد همون گونه که قبلا عرض کردم، سعی بکنید که در مرحله اول با نصیحت، چه مستقیم باشه چه غیر مستقیم باشه، سعی بکنید که این منکرات رو از بین ببرید و اصلاح ایجاد بکنید در جامعه. و اگر چنین امکانی وجود نداشت، این مرحله بعدی همون گزارش دادن هست یا اطلاع صاحب کار یا مسئول هست که اقدامات بعدی رو اتخاذ بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی خواهری هستن، گفتن که آیا دختر مجرد میتونه مسجد رو گردگیری و نظافت بکنه؟ و گفتن آیا دختری که عادت ماهیانه داره آیا میتونه حیاط مسجد رو جارو بزنه؟ بفرمایید. در مورد وارد شدن زنان به مسجد هیچ گونه اشکالی وجود نداره. در میان مجرد بودن یا متأهل بودن چون این قید و شرطی وجود ندارد. رفتن برای نماز برای تمامی زنانی که پاک هستند، نماز بر اونها واجب هست، جایز هست که به مسجد بروند، چه متأهل باشند، چه مجرد باشند، چه بیوه باشند، چه جوان باشند، چه پیر باشند یا بچه باشند. این یک حکم کلی و اساسی هست که در این زمینه هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد و قید و شرطی وجود ندارد، مگر اینکه زنی در حالت عادت ماهیانه یا هر انسانی که در حالت جنابت باشد که ورود به مسجد و به تعبیری ماندن در مسجد برایش جایز نیست. پس بنابراین هیچ گونه اشکالی وجود نداره که این در واقع دختر مجرد و ازدواج کرده چه برای نماز وارد مسجد بشود، چه برای جارو کردن و تمیز کردن مسجد یا برای شنیدن وعظ و موعظه یا به هر منظور دیگری که باشد. پس بنابراین این عمل از نظر شرعی جایز هست. مورد دوم، ورود زنانی که در حالت عادت ماهیان هستند به مسجد. در این زمینه روایتی هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقلش کرده. امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه اینو روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فإنی لا احل المسجد لحائض ولا لجنب. من مسجد را حلال نمیدونم، یعنی وارد شدن در مسجد را برای زنی که در حالت عادت ماهیانه باشه یا برای فردی که در حالت جنابت هست، ام از این که مرد باشد یا زن باشد. و بنابراین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وارد شدن در مسجد در حالت عادت ماهیانه و در حالت جنابت در واقع ممنوع است. اما در مورد صحن مسجد و حیاط مسجد یک حکم کاملا متفاوتی در این زمینه وجود دارد که حکم صحن مسجد یا حیاط مسجد، چهار دیواری مسجد، حکم خود مسجد را ندارد.
مسجد اون محلی هست که در واقع سقفش رو گرفتند و معمولا مردم در اونجا نماز میخونند. ولو این که در حیات مسجد هم نماز بخونند اما حکم اصلی خود مسجد را ندارد. پس بنابراین انسان جنوب یا انسانی که در حالت عادت ماهیانه هست میتواند که از مسجد عبور بکند، از این در وارد بشود، از در دیگری خارج بشود یا در حیات مسجد بماند. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. پس بنابراین زن هم در حالت ماهیانه میتواند که وارد حیات مسجد بشود و حیات مسجد را در واقع گردگیری بکند یا جارو بکشد یا به هر منظوری رفته باشد. در حیات مسجد ورود زنان و همچنین انسانهای در حالت جنابت هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. مهم این است که وارد اصل مسجد و محل نماز مردم نشود. درست. بله، جزاکم الله خیر. و سوال بعدیش این بود که آیا انگشتر بدلی نماز را باطل میکنه یا نه؟ نه، انگشتر به هر صورتی که باشد، چه طلا باشد چه نقره باشد یا این که از فلزات دیگری باشد، به تعبیر این خواهرمون که از بدلی و در واقع از فلزات دیگر باشد، این به هیچ عنوان تأثیری رو در صحت یا عدم صحت نماز ندارد. نمازشون کاملا صحیح است و هیچ گونه اشکالی در نماز ایجاد نمی شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا نزدیکی زن و شوهر از پشت جایز است یا حرام است؟ در مورد ارتباطات زناشویی که در خانواده وجود دارد، ما یک قاعده هست و اصل هست که همه چیز حلال هست. بله. به استثنای دو مورد که استثناء شده در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یکی در واقع مخاربت در حالت عادت ماهیانه هست یا حتی در حالت وقتی می عادت ماهیانه هم حکم عادت ماهیانه و حیض و قاعدگی رو دارد و هم حکم نفاس را، خونریزی بعد از زایمان را، که در این زمان مخاربت جایز نیست. و مورد دیگرش هم مخاربت از راه عقب هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در سنن ابو داود و نسائی و بقیه روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ملعون من اتی امرأته فی دبرها. هر کسی که این کار رو انجام بدهد و از راه عقب در واقع جفت بشود با همسرش، این در واقع مورد لعن الله متعال قرار گرفته. و در روایتی دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که لا ینظر الله الی رجل اتی امرأة فی دبرها. هر کسی که این کار را انجام بدهد الله متعال با دید رحمت به اون نگاه نمی کند. روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. روایتی دیگر در سنن ترمذی و مسند امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تأتوا النساء فی استاههن، از راه عقب با زنان در واقع جفت نشوید. فإن الله لا یستحیی من الحق، الله متعال از بیان حق حیا نمی کنند. این اون چیزی رو که باید انجام بدهید یا نباید انجام بدهید، اینها رو صراحتا الله متعال برای شما کاملا بیان کرده. خصوصا در این زمینه هم آیات قرآن صراحت دارند. یسألونک عن المحیض که درباره محیض از شما میپرسند، در مورد مثلا مخاربت در هنگام عادت ماهیانه که الله متعال میفرماند که این محیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، که حکم قطعی قرآن مجید هست که در هنگام عادت ماهیانه پرهیز بکنید، یعنی دور بشوید از زنان، به این معنی که مخاربتی رو در این دوران نداشته باشید. و روایات متعددی که عرض کردم روایات صحیح هستند از رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحاح و سنن نقل شدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم مخاربت از راه عقب در واقع نهی کردند و این جزء گناهان کبیره شمرده میشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که مهریه زنهای امروزی که با سکه هست، یعنی با سکه های طلا به خصوص که میدن، آیا این کار حرام است یا حلال؟ حالا داستان میگن حالا این مهریه هر چه باشه میدیم، حالا کی داده و کی گرفته به قول معروف، حالا اگر مرد نداشته باشه واقعا چه حکمی داره؟ مهریه چیزی که الله متعال تعیین کرده و به عنوان یک اصل دینی و یک حکم شرعی هست، حق زن هست.
که مرد باید اون رو پرداخت بکند و آن چیزی که مرد و زن با همدیگر توافق میکنن در ابتدای این زندگی مشترک در واقع ملزم هست، یعنی برگردن شوهر لازم هست که مهریه رو باید پرداخت بکند. هر وقتی که زن مطالبه بکند این حق شرعیش هست، میتواند که مهریه‌اش رو طلب بکند و بسیار از مردم فکر میکنند که مهریه طلب کردن به معنی طلاق دادن هست که به معنی خاتمه یافتن زندگی هست. این گونه نیست، این حق زن هست. میتواند که قبل از این که زندگی رو شروع بکند مهریه‌اش رو بگیرد یا هر وقتی که نیاز داشته باشد میتواند که مهریه رو از شوهرش طلب بکند و نیازهای خودش رو برآورده بکند. کاری با طلاق در واقع ندارد. این یک حق خود زن هست. و در مورد تعیین کردن مقدار این مهریه از نظر شرعی یک چیز مشخصی تعیین نشده که این مقدار سنت باشد، بیشتر از آن یا کمتر از آن مثلا بدعت باشد و ناجایز و ناروا باشد. در این زمینه انسان باید اعتدال رو مراعات بکند، به گونه‌ای باشد که هم شوهر در واقع توان پرداخت آن را داشته باشد و هم زن در واقع به کرامت زن در این زمینه حفظ بشود و باعث این نشود که مردم در واقع این زن رو با دیده حقارت نگاه بکنند یا موجب طعن و اشکال گرفتن از این زن نباشه. برخی این اندازه غلو و افراط میکنند در سنگینی مهریه که مهریه رو در واقع میتواند مهریه 100 تا زن هم میتواند بشود، این رو برای یک نفر زن تعیین میکنند. این در واقع غلو و افراطی هست و بار سنگینی هست که در واقع تاریخ تولد انسان بر اساس تاریخ تولد باشه یا هر موردی دیگر، احیانا چندین برابر تاریخ تولد شاید مثلا سکه بگیرند یا پولی رو بگیرند. اینها جز مواردی هست که در واقع این سنگین بودن مهریه دلیل شرافت دختر نیست، دلیل به اهمیت دادن به دختر نیست. گرچه من عرض کردم که در این زمینه یک چیز تعیین شده از جانب شریعت مشخص نیست که حتما باید فلان مقدار باشد و کمتر و بیشتر نباشه. سقف مشخصی رو ندارد، این بستگی دارد به رضایت طرفین، به رضایت طرفین دختر و پسر. اون چیزی که الله متعال در واقع در قرآن کریم در سوره نساء هم به این اشاره کردند که و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگر به یک خرمنی رو هم دادید، در واقع به تعبیر قنطاری رو هم که دادید، هر چی هم که داده باشید، این دلالت بر در کثرت میکند. یعنی هر چند مهریه رو که به زن شما در واقع داده بودید فلا تأخذوا منه شیئا، وقتی خواستید جدا بشید چیزی از اون رو در واقع نگیرید. بدین معنی هست که یعنی زن و شوهر اختیار دارند که مهریه سنگین بگذارند، منتها چیزی باشه که از نظر عرفی قابل قبول باشه و متعارف باشه. برخی متاسفانه در این زمینه افراط میکنند و مهریه رو خیلی سنگین میکنند. برخی دیگر به اندازی هستند که هیچ چیزی رو مهریه هم تعیین نمیکنند. مثلا به عنوان مثال یک جلد کلام الله مجید مثلا، یا مثلا چیزی حتی کمتر از این رو قرار میدن. نه اینش درست هست که یعنی هیچ چیزی رو قرار ندن و نه این که این اندازه در واقع اسراف بکنن. و اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه به ما توصیه کردن این است که معیار ما نباید سنگینی مهریه باشد، معیار ما صداقت خواستگار باشد، عدالتش باشد، اخلاقش باشد، ایمانش باشد. همون گونه که مردان باید سراغ این معیارها بروند و این گزینه ها را باید انتخاب بکنند و همچنین اون کسانی که به خواستگاری میآیند رسول الله صلی الله علیه وسلم همین مورد را، یعنی ایمان و اخلاق را رسول الله صلی الله علیه وسلم معیار قرار دادند و فرمودند اذا جاءکم من ترضون دینه و امانته، یا در برخی از روایات خلقه آمده فرمودند فزوجوه، کسی که اگر با این مشخصات اومد، انسان دارای دینی بود، دارای اخلاقی بود، دارای امانت و صداقت بود، این رو در واقع قبولش بکنید. الا تفعلوا تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. اگر این کار رو نکنید، یعنی این که چشم چشمی باشه، دنبال مهریه سنگین باشید، مهریه رو به اندازه سنگین بکنید که کسی توانایی ازدواج رو نداشته باشد و طلبات زیادی رو داشته باشید و در نتیجه سن ازدواج بالا برود، این در واقع منجر به فساد کبیری میشد، اون گونه که در بسیاری از جوامع این گونه شده. پس بنابراین معیار اصلی اخلاق هست، دین هست، صداقت
هست و ایمان هست، اینها رو هم دختران باید در نظر داشته باشند و هم پسران در جایی که به خواستگاری میروند این معیار رو باید در نظر داشته باشند و مهریه به اندازه معقولی باشد، به اندازه معقول و متعارفی که هست، نه به اندازه تاریخ تولد مثلا سکه بگیرند یا موارد دیگر، نه به اندازه ناچیز باشه که در واقع هیچ گونه نفی رو برای دختر هم نداشته باشه. هر دو این موارد اشتباه هستند و اون اعتدال و حد وسطی که هست و در بسیاری از جوامع وجود داره این در واقع پسندیده تر هست و با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم سازگاری بیشتری رو دارد. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی چند تا سوال دارن که اولین سوالشون در مورد حکم خواندن سوره فاتحه در نماز جنازه است. گفتن چه حکمی داره؟ در مورد حکم فاتحه در نماز جنازه اختلاف دیدگاه وجود داره در میان فقها. مذهب عموم اهل سنت و الجماعت به خصوص مذهب امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین این هست که خواندن فاتحه در نماز واجب هست. تفاوتی نداره که این نماز در واقع نماز فرض باشد یا نماز جنازه باشه، به استدلال از حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، کسی که فاتحه را نخواند در واقع نمازش هم درست نیست. این یک حکم کلی هست در این زمینه وجود دارد و غیر از این هم روایات دیگری هست، به طور مثال که حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه روایت شده، طلحه ابن عبدالله هست نه طلحه ابن عبیدالله صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. ایشون میگه که من پشت سر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نماز جنازه رو خوندم و ایشون در نماز جنازه فاتحه الکتاب رو خوندند. یکی از تابعین میگوید من پشت سر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نماز جنازه رو خوندم و ایشون در نماز جنازه فاتحه رو خوندند که و بعد از اینکه نماز رو تمام کردن گفتم من عمدن اینو با صدای بلند خوندم که لتعلموا انها سنه، برای اینکه شما بفهمید که این در واقع سنت است. این روایت هم روایت صحیح هست، در صحیح بخاری، ابو داود و دیگران اینو روایت کردن و همچنین روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد. از حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه اومده در سنن ترمذی که ایشون میگه که قرائت فاتحه در نماز جنازه از سنت هست. هم عمل حضرت عبدالله ابن عباس هست و فرموده ایشون و هم از قول حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه که خواندن فاتحه حتی در نماز جنازه هم جزء در واقع سنت هست که خونده بشه. عرض کردم که مذهب امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه این است که خواندن فاتحه در نماز جنازه مانند نمازهای فرض واجب هست. این یعنی خوندن فاتحه اشکالی نداره. منتها در مذهب امام ابو حنیفه و امام مالک رحمت الله علیهم اجمعین ایشون در واقع معتقد هستند که خواندن فاتحه لازم نیست. خواندن فاتحه در نماز جنازه در واقع لازمی نیست، همون دعای استفتاح خونده می شود، همون در واقع کفایت می کند برای صحت نماز. و همچنین از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم نقل شده در این زمینه که ایشون در نماز فاتحه رو نمی خوندند و این جریان حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه رو ابن ابی شیبه در مصنف خودش با سند صحیح نقل کرده. یعنی این که هم خوندن فاتحه ثابت هست از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم نخوندن فاتحه ثابت است. هر دو مورد صحیح است، هیچ گونه اشکالی رو نداره. اگر کسی بنابر مذهب امام احمد و امام شافعی و بر عمومیاتی که در این زمینه وجود دارند عمل بکند باز هم هیچ گونه اشکالی رو ندارد. بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده، اون گونه که سخن حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت ابو امامه هست. و اگر فاتحه رو نخوند بر مذهب امام ابو حنیفه امام مالک عمل بکند باز هم اصل و مستندی دارد از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه است. پس بنابراین حد وسطی که در این زمینه وجود دارد حداقل جوازش هست، یعنی جایز هست که سوره فاتحه در نماز جنازه خوانده بشود. گرچه برخی از علما مانند امام شافعی و امام احمد قائل به وجوبش هستند و در مقابل می‌بینید که برخی از علما گفتند که اصلا نباید هم خونده بشود مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما حد وسطش در این زمینه نه اون وجوبش رو بگیریم نه این قضیه دیگرش رو، که حد اقلش این است که جایز هست خوندن فاتحه و اولاتر و بهتر هست و روایاتی که در این زمینه وجود دارند بیشتر
هست، هم بیشتر هست و همین که با حکم کلی که لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب سازگارتر است. پس بنابراین به نظر بنده خواندن فاتحه در نماز جنازه اولاتر و بهتر هست از نخوندنش. منتها اگر کسی نخوند و به همون دعای استفتاح هم عمل تنها اکتفا کرد، باز هم هیچ اشکالی در نماز جنازه به وجود نمیاد و اون هم جایز هست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی این است که گفتن که آیا خطبه جمعه حتما لازم است که به زبان عربی باشد؟ نه، در این زمینه لزومی ندارد. در هیچ روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم یا این و صحابه این نقل نشده که حتما باید یکی از شرایط نماز خطبه جمعه این باشد که به زبان عربی باشد و هدف از خطبه جمعه این است که مسائل شرعی و احکام شرعی برای مردم بیان بشوند و یک نوع موعظه‌ای باشد برای مردم و موعظه و بیان احکام شرعی برای مردم باید به زبان خودشون باشد. اگر به زبان دیگری باشد قطعا براشون قابل فهم و درک نیست. پس بنابراین به این هیچ گونه لزومی در مورد عربی بودن خطبه وجود ندارد. به هر زبان دیگری که خطبه بخوانند در روز جمعه خطبه صحیح است و نمازشون هم در واقع یک نمازی هست که بر اساس سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهد بود. زیرا زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه زبان عربی بوده و در برخی از جاها که مثلا حکومت اسلامی بوده و زبان اصلی هم زبان عربی بوده و مردم هم میفهمیدند این زبان را یاد گرفته بودند، خب اولاتر این است که زبان عربی باشه. اما در جایی که مردم اصلا زبان عربی رو متوجه نمیشوند، اولاتر این است که به زبان خود اون قوم و اون زبان باشه که این اولاتر و بهتر هست و هیچ گونه تضادی رو با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نداره. بله. از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شما تماس بینندگان را زیرنویس بکنن و کسانی که قصد تماس گرفتن دارن از اونشون هم خواهش میکنم که صدای گیرنده و صدای تلویزیون رو کم بکنن و از طریق تلفن صدای ما رو بشنون. بیننده بعدی پرسیدن که آیا قلیون کشیدن حرام است یا نه؟ در مورد قلیون یا به صورت کلی تمام دخانیات، بحث قلیون یک بحث مجزایی و جداگانه از بقیه دخانیات نیست. اهم از این که سیگار باشد یا اون چیزی که به عنوان مواد مخدر از اون تعبیر می شود و تریاک و هروئین یا موارد دیگری که امروزه پدید اومده و ایجاد شده، تمام اینها از نظر شرعی حکمشون یکی هست. حکمشون در این زمینه کاملا یکی هست، هیچ گونه تفاوتی در این زمینه وجود نداره. و سوالشون دقیقاً چه بود که گفتن آیا قلیون یعنی حرام است یا مکروه است؟ حرام هست یا مکروه است؟ به نظر منم قضیه سیگار و همشو بله، حرام هست یا مکروه هست. اینو باید در نظر ما داشته باشیم که بحث حرمت و بحث کراهت هر دو تا یکی هستند. هیچ گونه تفاوتی از نظر شرعی وجود در این زمینه وجود نداره. یعنی همون اندازه که در واقع حرام رو نباید انجام داد، مکروه هم رو نباید انجام داد. بله. یعنی مکروه در واقع یکی از اقسام حرام هست و در این زمینه تفاوتی وجود ندارد که جزء منهیات هستند. منتها برخی از فقهایی که در زمان قدیم بودند و از نظر اطلاعات بسیار امروزی و تحقیقاتی که امروزه به وجود آمده و از مضرات سیگار یا دخانیات و قلیون اطلاعی رو نداشتند، فکر می‌کردند که شاید سیگار یا شاید مثلا این قلیون اون اندازه ضرری رو نداشته باشه که موجب حرمت این مورد بشه. اما امروزه با تحقیقات کاملا بیان شده و حتی مجامع علمی بارها اینو تحقیق کردند، بیان کردند که این سیگار یا به صورت کلی دود دخانیاتی که مصرف میشود، چه به صورت قلیون باشه یا صورت‌های دیگر باشد، این در واقع یکی از عمده ترین موارد سرطانزا هست، به گونه‌ای که از 10 نفری که مبتلا به سرطان شدن 9 نفرشون در واقع بر اثر استعمال دخانیات بوده. یعنی تا این اندازه این تأثیر بسیار زیادی رو داره در مورد ضرر مشخصه، واقعا ضرر میرسه. بله، واقعا امروزه با تحقیقات پزشکی معلوم شده که این ضرر داره. و نه تنها این که ضرر یک ضرر مالی هست، تنها ضرر مالی نیست، هم ضرر مالی هست و هم ضرر جانی هست که انسان امراض خیلی متعددی در واقع منجر می شود این در واقع دخانیات، و همین که ضرر اجتماعی هست، هم ضرر مالی هست که مال رو مصرف می کنند و هم ضرر جانی هست و هم ضرر رسانیدن به دیگران هست. و این بوی در واقع نامناسب سیگار و در جامعه که پخش می شود، در جاهایی که مردم در واقع
رفت و آمد دارند، این به ضرر تمام هست. پس بنابراین هم از نظر جسمانی ضرر دارد و هم از نظر مادی و مالی ضرر دارد و هم از نظر اجتماعی در واقع ضرر دارد و در این زمینه ضررش کاملا محرز شده. اگر قبلا مردم یعنی علمایی که در این فتوا داده بودند به کراهتش از این ضررها اطلاع پیدا می‌کردند و این تحقیقات را می‌خوندند، قطعا اونها هم فتوا می‌دادند که دخانیات به صورت کلی چه به عنوان سیگار باشد یا قلیون باشد یا تریاک و بالاتر از اون باشد همه در واقع حرام هستند. با توجه به آیات زیادی که در این زمینه وجود دارد و روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود داره که الله متعال در واقع طیبات را حلال کرده و خبایث را و بدیها را الله متعال حرام گردانیده برای ما. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اون چیزایی که ما از طیباتی هست که ما به شما عنایت کردیم از اونها در واقع بخورید و استفاده بکنید. یا حتی رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو الله تعالی در سوره اعراف این گونه بیان کرده و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. و رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالتش این بوده که طیبات رو حلال بکند و خبائث رو در واقع برای مردم حرام بگرداند. و همچنین عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که در سنن ترمذی هست و اصلش در بخاری اومده از اضاعه مال من کردند که و حرام هست اضاعه مال یعنی اسراف در مال. آیات متعددی در این زمینه در قرآن کریم وجود دارد. کلوا واشربوا ولا تسرفوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، آیات متعددی هست. پس بنابراین اسراف کردن مال یعنی هم از نظر مادی این حرام هست، چندین حرمت داره. از نظر مادی صرف کردن مال و اسراف کردنش در موردی که نفع دینی دنیوی نداره این یکی از موارد حرام هست و جایز نیست. ضرر رساندن به بدن اهم از این که توسط سیگار باشه موارد دیگر این حرام هست. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و اذیت و آزار کردن مردم باز هم حرام هست، چه به صورت سیگار باشد یا غیر سیگار باشد. حتی در روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم تا این اندازه اومده که هر کسی از شما که در واقع پیاز خورده یا سیر خورده فلا یقربن مساجدنا، نزدیک مسجد ما نشوید. یعنی این که از نظر اجتماعی و در جامعه شما حق ندارید که موردی رو استفاده بکنید که بوی بدی داشته باشد و منجر بشود به اذیت و آزار مردم. و حتی در تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده تقریبا در سال 2008 بود تحقیقی رو از مجامع علمی و بهداشتی جهانی رو پخش کردن که تقریبا در اون سالها گفتن که حدود در هر روزی حدود 14,000 نفر تقریبا همچین موردی بود که در سال حدود 5 میلیون خورده مثلا در هر سال تلف میشن به خاطر دخانیات. در هر سال یعنی حدود بالغ از 5 میلیون نفر در سال 2008 اینو گفته بودند که به خاطر دخانیات در واقع جانشون از دست میدن. یعنی این یک قاتلی هست که در واقع بدن انسان رو هم از بین میبرد، روح و روان انسان هم از بین میبرد. از جنبه معنوی وقتی ما نگاه میکنیم ضرری رو به ایمان انسان هم میرساند، به این معنی که گناهی هست که در واقع انسان انجام میداد. پس بنابراین با توجه به تمامی معیارها از نظر مادی نگاه بکنیم، از نظر بهداشتی نگاه بکنیم، از نظر اجتماعی ما نگاه بکنیم که این قلیون و همچنین در واقع سیگار از نظر شرعی کاملا حرام هستند و هیچ گونه جوازی برای اینها نیست. و حتی قلیون ضررهایش بسیار بیشتر از خود در واقع سیگار هست. یعنی یک نمیدونم چی میگن یک بار قلیون مصرف کردن یا سر قلیون رو که نمیدونم دقیقاً چه اصطلاحی داره کشیدنش این تقریبا مساوی هست با 10 نخ سیگار رو دود کردن. یعنی ضررش چندین برابر است. پس بنابراین در حکم هم هیچ گونه تفاوتی رو ندارن و حکم کراهت در اینجا وجاهتی رو نداره. حکمشون همون حکم تحریم هست و حرام هستن. و جالب هست که اگر اون کسانی که در یک جامعه سیگاری ها رو ما تصور بکنیم یا اون کسانی رو که قلیون میکشن اگر همین پولی رو که مصرف میکنن اینو پس انداز بکنن برای خودشون
برای خانوادهشون. مطمئنا خانواده خودشون غنی خواهد شد، یا حتی اگر در یک جامعه اینو جمع بکنن بر فقرا تقسیم بکنن هیچ فقیر باقی نمیماند. و اگر یک فرد سیگاری، نمیدونم یک پاکت سیگار چقدر هست یا افرادی چند پاکت رو در روز مصرف میکنن، حداقلش ما بگین 1000 تومان، نمیدونم که قیمت زیادی هست یا کمی هست در روز. اگر یک فردی شما تصور بکنید در هر روز 1000 تومان حداقل مثلا صدقه بدهد در راه خدا، در روز قیامت جز در واقع خوشبخت‌ترین انسان‌ها خواهد شد به خاطر صدقه زیادی رو که داده. پس انسان عاقل با توجه به تمامی این مواردی که عرض کردم، از نظر مالی، از نظر دینی و از نظر اجتماعی اگر نگاه بکنیم، باید این سیگار و دخانیات رو باید ترک بکنن و خصوصا ماه مبارک رمضان که در پیش است، این بزرگترین و بهترین فرصتی هست برای این افرادی که اعتیادی به این موارد رو دارن و امیدوار هستم که الله متعال به همه توفیق بدهد که این اعتیاد به دخانیات رو ان شاء الله ترک کنند. ان شاء الله افطارشون رو با قلیون شروع نکنند. بله. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله و اولین بیننده رو میگیریم. فقط از بینندگان عزیز خواهش میکنم که شما صدای تلویزیون رو کم بکنن و از طریق تلفن صدای ما رو بشنون. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام خدمت شما و استاد محترم دیخان. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال من جان که من از کابل زنگ زدیم، نام دارم. بیننده عزیز از کابل، در خدمت شما هستیم. سوال ما دوستان است که من تکلیف میده دارم در ماه رمضان خصوصا که میشه من تکلیف میده. بخشین سوالتون دوباره تکرار کنید اولش. ما تکلیف میده دارم در ماه رمضان که میشه، در ماه مبارک رمضان و تکلیف ما زیادتر میشه، بیشتر میشه و هر چیز هر سالی که میباشه تقریبا 2 روز یا 3 روز از روزه را مجبور هستم که ما بخورم و اتو تکلیف میده که ما را میگیره یک لقمه آب یا یک این گلاس آب یا یک لقمه نان خشک بخورم، باز دوباره نصحت میافتم و ما یعنی روزه خدا از این وعده که خوردیم از این جریان روز باز دوباره روزه خدا یاد کنم بخورم یا پاس گشته که ماه رمضان خلاص شد باز روزه را پاس بگیرم دوباره. بله. سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ یعنی شما در هنگام روزه رو شکستید، یعنی سوال شما از اون روزی هست که روزهش رو خوردید یا روزایی که گرفتید؟ نه استاد، ما در جریان روز ماه روزه میدیم و میگیرم و تکلیف میده دارم و باز این وقتی که من یک لقمه نان اگر من باز دوباره میخورم یا یک نیم گلاس آب، پس حالت ما جور میشه. پس ما همون روزی ما دیگه با چیز نمیگیرم تا شام دیگه چیز نمیخورم مثلا میدونم. پس همین روزی خدا نه همون روزی ما حساب خواهد شد یا بعد بعد از رمضان دیگه روزه بگیریم. بسیار خوب. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال شهریتون رو لطفاً مطرح کنید. از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. بله، سوال شرعی نداشتم، میخواستم برای بنده دعا بکنید. بله بفرمایید. ان شاء الله. تشکر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عبید الله هستم. مشکلات روزه اولا تشکر میکنم بخاطر که در بعض خوراک بخش صدای شما واضح نیست بیننده گرامی، اگر لطف کنید دوباره تماس بگیریم متشکر میشیم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید با استاد کار داشتم، بشه که صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شهریتون هستیم بیننده گرامی. با خود استاد خواستم بعد از برنامه ان شاء الله بعد از پایان برنامه تماس بگیرید، در خدمتتون هستم. دوستان شمارهشون یادداشت بکنن، ان شاء الله بعد از پایان برنامه دوباره تماس بگیرید، در خدمت شما خواهم بود. دستتون در نکنه. ببخشید. سلام. تشکر میکنم شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایین. بیننده گرامی صدای شما داره پخش میشه. بفرمایین. لطفا از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. من بینندگان عزیز خواهش میکنم که وقتی که تماس میگیرن فقط از طریق تلفن و گوشی صدای ما رو بشنون. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. و علیکم السلام. در خدمت شما هستم. من محمود جان از روسیه هستم. سوال داشتم بر شما. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. استاد، همین رقیه چی معنی داره و در کدام حالت چی طرز خوانده می شود؟ بفهمم. سوال دیگه هم دارین؟ نه، تشکر. سلامت باشین. بیان بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایین. سلام خدمت استاد محترم و مدیر عزیز. یک سوال داشتم درباره جادوگرا. ما به دعا خیلی اعتقاد دارم، ولی ما اینجا هست که بعض جادوگرا هستن مثلا میگه با میگم پیش از ایران نه. صدای شما واضح نیست. اگه لطف کنید دوباره صدا رو بیان گرامی، صداتون مشخص نیست. دوباره سوال مطرح کنید. میگم قرار بودی که خداوند محافظت میکنه آدمه. قرار بودی باشه که جند خود جادوگر بفرسته بیای آدم اذیت کنه، بعد خدا چه کاره به اون وسط به اون بالا. اگر تشکر از برنامه‌های خوب شما. خداحافظ. تشکر میکنم از شما. شیخ سوالشون گرفتین یا یک مقداری بر؟ یعنی بعدی بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. خسته نباشید. من یک سوال شرعی داشتم، می‌خواستم از استاد بپرسم، مرحمت کنید. منتظر سوال شرعیتون هستیم. صدای شما داره پخش میشه. بله، من از استاد می‌خواستم سوال کنم که من توی یک شهر زندگی میکنم که همه شیعه‌ام و میخوام یه سری تحقیقاتی انجام بدم درباره مذاهب اسلامی. گفتم که امکان داره استاد راهنمایی کنن چیکار کنم، چه کتابایی میتونم در دسترس پیدا کنم، یک راهنمایی کنن. ممنون میشم. برادر خودم هستم، خواهش میکنم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. بیننده گرامی از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. سلام علیکم، بفرمایین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. وصال حق است. وصال حق و صدای شما داره پخش میشه. سوال شرعیتون رو بفرمایین. سلام به جناب محترم مولوی صاحب و همچنین به شما و همچنین به دیگر دوستان همکارانتان. سوال داشتم از جناب مولوی صاحب محترم. اول بخشش می‌خوایم. سوال یک کس از ما سوال کرد که اگر در ماه رمضان از یک شخص جماع صورت بگیره و روز افطار نمیکنه و جماع صورت میگیره، همین حکم چی رقم است؟ اعاده رمضان میشه و یا کفارهش به کدام حساب میشه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ منظورتون در شب هست یا در حالت روزه در روز؟ جناب شخص در روز. سلامت. خداحافظ شما. تشکر میکنیم. بیان بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. در خدمت شما هستیم. نظام الدین از روسیه. سوال داشتم. سوالم درباره انجام دادن انگشت سبابه
چه طرز انجام دادن انگشت سبوبه بله چه طرزش بهتر است و در همین موضوع کمی معلومات هم بدید. یعنی در وقت خواندن تحیات منظورته نه؟ در وقت التحیات بله برداشتن انگشت سبوبه و فضیلت آن رو میفهمونه بهتر بود. بله سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکرم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایین. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایین. من 2 سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. سوال اولم اینه که در موقع نماز که نماز میخونید اشکالی داره اگر چشماتو ببستی و خیلی وقت هست که مثلا گردن آدم خسته میشه میخوای سرتو بلند کنی احتمال داره چشمت به چیزای دیگه بیفته حواست پرت بشه. اشکال داره که چشمتو ببستی در مواقعی که سرتو بلند میکنی؟ بله سوال بعدی؟ بله سوال بعدی هم درباره مسح پا هست. خودش مسح که میکنی جوراب پا میکنی وقتی وضو میگیری جوراب پا میکنی چقدر یعنی میتونی چند نماز میتونی با این مسح با این جوراب بخونی؟ و اگر شب مثلا ظهر تو مسح کردی جوراب پوشیدی آیا برای فرداش هم که نماز صبح میشه میگن 5 نماز میتونی باش بخونی؟ میتونی وضو دوباره استفاده کنی بعد از اینکه خوابیده باشید یا نه؟ بله خیلی ممنون. خداحافظ. سلامت باشین. خدا. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایین. لطفا از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. سلام علیکم بفرمایین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم استاد درباره سوره اصحاب کهف آیت 21 ترجمه آن رو واضح‌تر استاد گرامی تحلیل میکردن. دیروز من در شبکه ولایت دیدم آقای قزوینی دیگر خیلی تصویر کرد. میخواستم از زبان استاد شنوم. بله. و سوال بعدی از یک داملو شنیدم که حضرت علی پیشگویی کرده بود است که زمانی می شود با پرچم های سیاه انسان های پیدا می شوند و مثل موی های دراز دارند ریش های دراز دارند و بعد از آن دعوت به جهاد میکنند اما خود در راه گمراهی اند. آیا این حقیقت دارد یا نه؟ خواستم این رو فهم. بله سوال دیگه هم دارین؟ الو نه بعد اگر علاجش باشد بعضی برنامه میخواستم با استاد صحبت داشتم. انشالله بعد از برنامه میتونین تماس بگیرین. تشکر میکنم از شما. تشکر جان. سلامت باش. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. از تاجیکستان گپ میزنیم. در خدمت شما هستیم بیننده گرامی. برادری سوال من این بود که شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با صادر نمودن فتوای گروه دولتی اسلامی را حرام و اشتراک شهروندان در جنگ‌های عراق و سوریه گناهی کبیره خوانده است. میخواستم همین را بفهمم که نظری مولانا چی است در این مورد. بله سوال شرعی اگه دارین هم بفرمایین چون بیشتر سوالا سیاسی شده تا شرعی دیگه. دیگر سوالم همین بود که درباره زنا کمتر معلوماتی مختصر میدادم. در مورد عراق؟ زنا بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم خسته نباشین. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. خدمت ما جناب مولای صاحب میکنم. من یک سوال داشتم.
ما در کشور اسلامی هستیم ولی تو بندگی نمیتونیم انجام بدیم. بله. مخاطب کسی اجرات کنه مشکلی دارن در اسلام چی میگه درباره؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون، زنده باشید. سلامت باشید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سوالی داشتم. بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شرعیتون هستیم. خانمم به دلیلی به دلیل شرعی نتونسته تمام روزهاشو تو ماه رمضان بگیره. بله. الان یه مقداری قرضدار ماه مبارک شده و نتونسته جبران کنه دلیلی. نمیدونم فدیهش جوریه. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه زن میشم. تشکر میکنم. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. صدا شما داره پخش میشه و منتظر سوال شرعیتون هستیم. شیرالی از تاجیکستان هستم. آقا شیرالی عزیز از تاجیکستان، در خدمت شما هستیم. استاد چند تا سوال داشتم. سوالی از بیخ دندان ها وقتی وضو میگیرن نخ دندان ها خون میبراید. خب وقتی وضو میگیرن خون میبراید. خون. بله بله. وضو را میشکند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله و پیروان آنشون میگوید که وضو را میشکند. در این باره شما میگفتید وضو میشکند نمیشکند. و سوال دویمم درباره موسیقی گپ می‌زدین. با یک برادر بحث شدم میگه قرآن در یگان جای قرآن نگفته است که موسیقی حرام است. موسیقی خلاصه حرام نیست میگوید. چی؟ موسیقی. بله. موسیقی، درباره موسیقی. بله. و دیگر استاد دختر در از چند سالگی به بلوغت از حدیث قرآن هست که در از چند سالگی به بلوغت میرسد. مثلا از 9 ساله میگوید 9 ساله عمیق است که این رأی و خواست. بله. از حدیث از اون 9 ساله که 10 ساله از چند سالگی. سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ نه استاد خدا شما در حفظش نگهدار. سلامت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سوال شرعی داشتم. در خدمت شما هستیم. استاد ببخشید کسی که مثلا در ذهنش تو بارها اتفاق میفته که مثلا بخشین صداتون خیلی پایینه. لطف کنید یک کمی بلندتر صحبت بکنید. میشنوید صدای یک کمی بلندتر صحبت بکنید. صدا پایینه. صحیح شد؟ بله. صحیح شد استاد؟ بله الان صدا بهتره. گفتم کسی که در ذهنش بر ذهن اطلاق بده ذهنم در ذهن بیاد اگر مثلا بگه این کار کنم زنم سرم طلاق باشه این کار کنم نیتم نداشته باشه قصدم نکرده به زبانم نگویم ذهنم عدسه و وسوسه بیاد یکی و دوم دیگه راه آدم از فیلم های مبتذل و غیر اخلاقی اگر عادت. بله. ظاهرا صداشون قطع شد تماسشون. بیانی بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. چند سوال داشتیم. در خدمت شما هستیم. همین نوشیدنی نوشیدن اگه لطف کنید دوباره صداتون رو از نو سوال مطرح کنید. ظاهرا تماسشون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم السلام، سلامت باشین. منتظر سوال شرعیتون هستیم. بیننده گرامی از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال می‌پرسم. در خدمت شما هستیم. می‌پرسم که اگه شوهر آدم یه چیزی داره بگه حرامه براتون، بعد حرامه که به همسایه‌تون بدین، آیا اگه بدین حرامه؟ یعنی به چه صورت؟ اگه شوهر آدم یک کاری بگه حرامه؟ خرجی خانواده رو نمیاره، ولی فقط یه چیزی که تحفه باشه میاره. یعنی هدیه های حرام؟ اینو به همسایه‌تون بدین، اگه اینو به سال همسایه‌تون دوباره بدین، از نو سال حرامه. بپرسین. خواهر گرامی دوباره سوال مطرح کنید، چون سوال واضح نیست. دارن تماشاشون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. برادر از تاجیکستان هستیم. در خدمت شما هستیم. سوال دارم که اما این عالمان تاجیکستان میگویند که سوی عربستان جاهز نیست. اگر سوالای شرعی دارین لطف کنید بفرمایید، چون برنامه فتواست و بیشتر بحث‌های شرعی و سوالای فقهی داشته باشین، چون بینندگان زیاد پشت خط هستن و منتظر سوالای شرعی هستن. سوال ما برادرانی است که مثل عالمان تاجیکستان میگویند که نظر سوریه جهاد رفتن درست نیست. بله، بیننده قبلی هم همین سوال رو مطرح کردن، ان شاء الله میپرسیم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. منتظر سوال شرعی تون هستیم بیننده گرامی. ما محمد رجب تاجیکستان زنگ هستم. در خدمت شما هستیم. برادر یک سوال داشتم که همین وقتی که در باره دین یکم امر معروف میکنی، یکم چیکار میزنی، بعد این خاطر پلیسا میبرن در چی؟ بله؟ صدای برای نشنید اصلا؟ بله، صدای شما واضح و ادامه سوالتون بفرمایید. وقتی هم پلیسا میبرن غمت هم میزنن یا که یکم کارهای غیر شرعی میکنن، همه را لعنت گفتن درست است یا نه؟ لعنتی ها گفتن درست است یا نه؟ بله، انشالله جواب خواهید شنید. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. وصال هست؟ وصال حق و منتظر سوال شرعی شما هستیم. میخواستم بپرسم، من نماز میخونم به قرآن زیاد بلد نیستم، قرآن هم میخونم ولی هیچی نمیفهمم، سواد ندارم. بله. سواد ندارم، حالا اینجوری گوش میدم میخونم دیگه یادم میره، دلم هم میخواد بخونم همیشه. میگم مشکلی داره یا نه، بلد نیستم. بله، انشالله پاسخ دریافت میکنم. یه سوال دیگه هم دارم، اسم دخترم الهه، میگم اسمش درسته یا نه؟ بله. تشکر میکنم از شما. خیلی سلامت باش. خدا سلامت باش. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر معزز عباسی، عرض سلام خاص نباشید دارم خدمت شما و مولانا عبدالقدوس گرفت.
سوالم این بود که حکم یک انسان جنایتکاری که در جوانی عمل لواط زیادی انجام داده و باعث اصلا پاشیدن یک خانواده شده و از امثال اینجور جنایت‌هایی که مرتکب شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسن باشید. سلامت باشید. بیان بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من حسین هستم از روسیه. آقا حسین عزیز از روسیه، در خدمت شما هستیم. حضرت سوال من درباره این بود که همین ماهی شعبان یعنی شب 14 والله عالم و شب 15 شب لیلة البرات میگن کو آیا همین شب لیلة البرات در مسجد مردم جمع شدن خواست سوره حضرت یاسین 3 مرتبه خواندن. یکمش بنیتی که خداوند امر مقتضی هستند، دومش بنیتی که خداوند ما در اسلام استوار داره. خلاصه 3 مرتبه خواندن به هر نیت، بعد دعا کردن. بعد گفتن هر کی مثلا هر کی میخونه نماز بخونه و دعا و درست نه. آیا هم باید توضیح میداده بسیار خوب میشه. بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر زیاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیان بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام، سلامت باشین. منتظر سوال شهریتون هستیم. خسته نباشید. من سلامت باشید. چند وقت این برنامه‌تون رو دارم میبینم. بله. بعد میگم خسته نباشید. من چند وقت دارم برنامه‌تون رو میبینم. میخواستم ازتون تشکر کنم. بعد سلامت باشین. یه دو تا سوال دارم اگه میشه. یکی در مورد اگه سوال شرعی باشه در خدمتتون هستیم. همون میخوام ببینم در مورد ریگ زدن و عزاداری برای عامه و اینا تو قرآن چیزی آورده حرام از چجوری؟ اگه بگید من ممنون میشم. سلامت باشید انشالله. سوال بعدیتون؟ بعد یکی هم در خدا چی میخواستم بگم یادم رفت. یه اعوذ بالله بگین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه رو جمع کرده بودم آجی تو رو خدا نگاه کن. یکی میخواستم در مورد این آخونده به فرض مثال شیعه ما. من خودم هم شیعه هستم ولی هر روزی که دارم برنامه شما رو نگاه میکنم حقیقتا مثلا یه جوری شدم مثلا شما همه‌شون رو با آینا جواب میدید. یعنی آدم واقعا خوشحال شدم. میخواستم ببینم که ما چون عربی زیاد نمیدونیم والله چیزی بگم. بله. کتابی چیزی کدوم جلد این قرآن رو به ما معرفی میکنید که مثلا فارسیش قشنگ نوشته باشه بخونیم و یاد بگیریم. بله. بعد یعنی یه تفسیری میخوایی که کلا به صورت واضح و چیز حق رو بیان کرده باشه دیگه. آره دیگه میخوان کلا میخوان فارسیشو بخونیم. میخوان چیز نباشه مثلا به همون قرآن مال خود شما باشه که به فارسی ترجمه کردی یه وقت مثلا اینا دستوش نبرده باشه. انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ همون فقط همین در مورد ریش و در مورد عزاداری اگه بگید ممنون میشم. بله انشالله. انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. تشکر میکنم از شما. سلامت باش. شیخ ادامه بدیم یا آخرین بیننده رو هم بگیریم که انشالله صداشون قطع نشه و زود سوال شرعیشون بپرسم. سلام علیکم بفرمایید. لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. و علیکم السلام. سلامت باشین. زارن تماسشون قطع شد. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. زارن تماس ها مشکل داره و بیننده عزیز
در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بیا با خوبان باش بر سفره قرآن، با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا میهمانی فرزند قرآن. ابو بکر و عثمان، علی کرار و عمر ابن خطاب و نبی اکرم، همه در یک راهن، یک خط و یک مقصد، یک مذهب و مکتب، خورشید اسلام. بیا اشک یتیم را قطره قطره برچین، از روزی خود بده در راه اسلام. صدقه بده هر روز در کار روزانه، تا که شوی پیروز نصر من الله. صدقه بده هر روز در کار روزانه، تا که شوی پیروز نصر من الله. یا الهی یا خدا همگی خطاکاریم، پر جرم و عصیانیم، تو ببخش ما را. یا الهی یا خدا همگی خطاکاریم، پر جرم و عصیانیم، تو ببخش ما را. اگر از درگاهت ما را نبخشی وای، ما را نیامرزی رحیم و رحمان. اگر از درگاهت ما را نبخشی وای، ما را نیامرزی رحیم و رحمان. بیا با خوبان باش بر سفره قرآن، با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا میهمانی فرزند قرآن. أشداء على الكفار رحماء بينهم
محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. بیننده اولی از کابل بودن که سوالشون در مورد خوردن روزه در روز رمضان به خاطر بیماری معده بود که گفت به چه صورت انجام بگیره و تکلیف چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درباره روزه الله متعال و تمامی احکام شرعی به صورت کلی، نماز و روزه و بقیه احکامی هستند که الله متعال بنابر نیازهای انسان و بنابر وضعیت جسمانی انسان قابل تعدیل هستند، یعنی مراحل متعددی را دارند. مانند نماز خواندن، مثلا اگر کسی قیام را نمیتواند بایستد، نشسته نماز بخواند، دراز کشیده نماز بخواند، رکوع سجده را نمیتواند انجام بدهد، جایز هست که در واقع با اشاره نماز بخواند. یعنی حالات و وضعیت جسمانی و بیماری انسان را الله متعال در مورد احکام شرعی مد نظر قرار داده. در مورد روزه هم که یک حکم شرعی هست، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان، اما باز هم استثناهایی وجود دارد، تخفیف‌هایی وجود دارد برای کسانی که توانایی روزه گرفتن را ندارند. الله متعال در سوره بقره می‌فرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. آن کسانی که از شما مریض هستند، بیمار هستند یا اینکه در مسافرت هستند، به علت بیماری یا به علت سفر نمیتوانند روزه بگیرند، حکم شرعی رو در این زمینه الله متعال بیان کرده فعدة من ایام اخر، تعدادی دیگر از روزه ها رو شما روزه بگیرید. یعنی در ماه مبارک رمضان هر بیماری که با وجود بیماری نمیتواند روزه بگیرد، با وجود سفر نمیتواند روزه بگیرد، جایز هست، هیچ گناهی برگردن این نیست، میتواند که روزه نگیرد، منتها بدین شرط که بعد از رمضان هر وقتی که توانست و هر وقتی که مریضیش بهبود یافت و یا اینکه الله متعال را شفا داد یا هر وقتی که از سفر برگشت، این روزه ها را باید روزه بگیرد. این حکم شرعی هست به صورت کلی. تمامی کسانی که بیمار هستند و تمامی کسانی که مسافر هستند یا تمامی کسانی که پیر و در واقع فرتوت هستند و به علت پیری نمیتوانند که روزه بگیرند، حکم شرعی این است که این بر این افراد روزه فرض نیست. اون کسی که بیماریش مداوم هست، یعنی بر بستر افتاده و امیدی به بهبودی ندارد، خب به جایش باید فدیه بدهد. و اون پیرمرد و پیرزنی که به صورت کلی به اندازه پیر شدند و بزرگسال هستند که نمیتوانند روزه بگیرند، به جایش فدیه بدهند. اون بیمارانی و آن مسافرانی که بیماریشون بهبود می‌یابد و بعد از رمضان الله متعال اونها را شفا داده یا در داخل رمضان یا از مسافرت برگشتند، اونها باید قضای روزه‌های گذشته را به تعداد روزهایی رو که روزه نگرفتن باید دوباره روزه بگیرن. الان برمیگردیم دایره این که چه نوع بیمارانی میتوانند روزه رو بخورند.
آیا به مجرد اسم بیماری با یک بیماری خیلی اندکی انسان مجاز هست که روزه رو بخورد؟ بیماری های خیلی به اصطلاح سطحی مانند یک دردسر معمولی یا مثلا درد دست و پا یا یک تب معمولی که هیچ گونه تضادی با روزه ندارد، انسان باید روزه بگیرد در چنین موارد. در مواردی که بیماری بسیار خفیف است و قابل تحمل هست و به هیچ عنوان تضادی با روزه ندارد، در این روزا چنین بیماری ها انسان باید روزه بگیرد. اما اگر شخصی بیمار هست که اگر روزه بگیرد بیماریش شفا حاصل نمی کند، مجبور هست که حتما دارو استفاده بکند، یا اینکه اگر روزه بگیرد بیماریش طولانی تر می شود، یا اینکه اساسا نمی تواند روزه بگیرد، به اندازه بیمار هست که اساسا نمیتواند روزه بگیرد، این افراد میتوانند که روزه نگیرند، مجاز هستند که روزه نگیرند. و این برمیگرده به خود فرد. اگر کسی احساس میکند که به اندازه بیمار هست که نمیتواند روزه بگیرد، از نظر شرعی جایز هست برایش روزه نگیرد، منتها به این شرط که بعد از رمضان روزه بگیرد. اگر کسی بیماریش مستمر هست و همیشه ادامه دارد، اون میتواند که به جای اینکه روزه بگیرد اساسا فدیه بدهد. اگر امیدی برای بهبودیش نیست و بیماریش مزمن هست، همیشگی هست و به هیچ عنوان نمیتواند روزه بگیرد، اجازه دارد که روزه نگیرد و بعد از رمضان یا هر وقتی که دلش خواست باید به جای اون روزه ها فدیه بدهد. اما کسانی که یعنی گمان میکنند که نمیتوانند، زخم معده یا مشکل معده، این همه در یک حدی نیست. ما نمیتوانیم یک فتوای کلی بدهیم هر کسی که مشکل معده دارد نباید روزه بگیرد، چون این نیست. مشکل معده متفاوت هست. افرادی مشکلشون خفیف هست میتوانند روزه بگیرند، باید هم روزه بگیرند. افرادی که مشکلشون بسیار حاد هست و بیماری معدهشون خیلی شدید هست و به هیچ عنوان نمیتوانند روزه بگیرند و اگر روزه بگیرند دچار بیماری دیگری میشوند یا دچار ضعف میشوند یا درد بیش از حدی رو متحمل میشوند، این افراد اجازه دارند که از نظر شرعی روزه نگیرند و به جای آن فدیه بدهند. منتها این که یک فردی مثلا بیماری معده دارد و تا نصف روز میتواند تحمل بکند، اگر نصف روز یک لیوان آب بخورد یا یک لقمه نانی بخورد میتواند که تا شب هم ادامه بدهد، این گونه این روزه درستی نیست. یعنی این که هر کسی به هر عنوانی در وسط روز، چه به عنوان بیماری باشد یا بدون دلیل هم باشد، در وسط روز رمضان اگر شما چیزی رو خوردین، ولو این که دوا باشد، ولو این که دوا، یک قاشق مثلا یک شربتی باشد که برای مداوای بیماری استفاده می شود، هر چیزی رو که در وسط روز بخورند و به هر بهانه‌ای هم که باشد، مگر این که قهری باشد، یعنی جبران یا فراموش کرده باشد یا جبران چیزی رو به خوردش داشته باشند، در غیر این دو صورت روزه شکسته و این روزه رو ادامه دادنش در واقع درست نیست. یعنی این که به جای این روز یک روزی رو دوباره باید روزه بگیرند. و سوال این بینندهمون هم این بود که در وسط روز اگر چیزی رو بخورم میتوانم ادامه بدهم. اگر نتوانستید که روزه رو ادامه بدهید مگر اینکه یک چیزی رو بخورید، با خوردن آبی یا غذایی روزه شما شکسته، این روزتون معتبر نیست. اگر میتوانید بعد از رمضان در روزهایی که کوتاه‌تر هستند روزه بگیرید، فبها و نعم، روزه بگیرید. و اگر به صورت کلی مشکل معده‌تون به گونه‌ای حاد هست و شدید است که به هیچ عنوان نمیتوانید روزه بگیرید، روزه بر شما فرض نیست و به جای آن همون فدیه بدهید. یعنی در مقابل هر روزی خوردید به یک مسکین باید طعام و غذا بدهید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد رقیه بود که گفتن کلا رقیه یعنی چی و چه زمانی باید خوانده بشه؟ رقیه، ما رقیه شرعی داریم و رقیه غیر شرعی داریم. رقیه یعنی دعاهایی که انسان برای حفظ خودش میخواند، مجموعه دعاهای و اذکاری که برای حفاظت جان خودش در واقع اونها را میخونند. این رقیه ها اگر از آیات قرآن باشد، اگر از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند، ادعیه معصوره باشند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارند و کاملا جایز هستند که انسان اونها را بخواند، بر خودش در واقع دم بکند، بر خودش یا بر دیگران دم بکند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارند. اما آویزان کردن یک دعایی رو که دعایی رو بنویسند برگردن خودشون آویزان بکنن، یا دعای شرعی باشد یا غیر شرعی باشد، هر چیزی باشد که نوشته بشود و برگردن آویزان بکنند یا سر و دست در واقع ببندند، این از نظر شرعی جایز نیست. اما از این که از آیات قرآن باشد یا از آیات غیر قرآنی، چیزی غیر از آیات قرآن باشد، گرچه بسیاری از علما به شرطی که از آیات قرآن باشد اینو جایز قرار میدونند، اما نظر بنده این است که چه تعویض از آیات قرآن باشد یا غیر آیات قرآن باشد، هر چیزی که
نوشته بشود و برگردن آویخته باشد این از نظر شرعی ثابت نیست و انسان باید از این پرهیز بکند. رقیه‌ای که به صورت خواندن هست، دعا هست، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما از این که آیه قرآن باشد یا احادیثی از حدیث‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. بهترین رقیه‌ای که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده رقیه معوذتین هستند، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در زندگی خودشون بعد از نزول این آیه بقیه رقیه‌هایی رو که داشتن، دعاهایی رو که می‌خوندند و بر حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما میدمیدند اونها رو ترک کردند. فقط همین رقیه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس اینها رو می‌خوندند و بر خودش و بر فرزندان خودش میدمیدند. و هر وقت بخونند بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، خصوصا قل والله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و آیت الکرسی رو بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب ثابت هست از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. برای حفاظت جان خودتون بر خودتون بخونید و بدمید و بر فرزندانتون بخوانید و بدمید. این از نظر شرعی ثابت هست، هیچ گونه اشکال شرعی هم ندارد. و همچنین در هنگام خواب روش رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو میخوندند و در دسته های خودشون فوت میکردند. همین آیات قرآن رو که میخوندند میدمیدند، فوت میکردند بر دسته های خودشون و دسته های خودشون رو بر سر و صورت خودشون و بر تمام بدن به صورت کاملا میمالیدند. این راه شرعی هست، این رقیه شرعی هست، هیچ گونه در واقع اشکالی ندارد. هم بخونید بر خودتون بدمید و هم من سفارش میکنم که مادران وقتی که میخوابند بچه‌های خودشون را میخوابانند این دو تا سوره را قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخونند و بر اونها بدمند و بچه‌هاشون را بخونند. این ان شاء الله سبب حفاظت خودشان و بچه‌هاشان خواهد بود. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده در مورد جادوگری بود و جادوگرها، ولی سالشان قطع شد، یعنی متوجه نشین سال. در مورد جادوگر و سحر ما مفصل صحبت کردیم. سحر در واقع کفر هست به الله متعال. امکان ندارد که انسانی سحری رو انجام بدهد یا جادویی رو انجام بدهد مگر این که مرتکب کفر و شرکی شده باشد و به هر میزانی که کفر و شرکش غلیظ‌تر باشد توانایی ساحر در واقع بیشتر هست. به هر مقداری که یک ساحر کافر باشد و کفر و شرکش بیشتر باشد به همان میزان قدرتش و جادوگریش و تأثیر جادوهایش هم بیشتر است. پس بنابراین خود سحر کفر هست و مراجعه کردن به ساحر هم در واقع هر کسی که مراجعه بکند به یک فرد ساحری، به یک فرد کاهنی و تصدیق بکند، در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فقط کفر بما انزل علی محمد. چون این انسان بر کسی که بر قرآنی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده در واقع کفر کرده. و برای حفاظت از جادوگر همون گونه که از لابلای صحبت‌های بیننده من گرچه صداشون واضح نبود این بود که آیات قرآن شفای سحر است. آیات قرآن از هر جای قرآن باشه شفای سحر هست و کسانی که قرآن میخونند و اهل قرآن هستند و قرآن رو تلاوت میکنند قطعا الله متعال اونها رو از سحر شدن ان شاء الله نجات میدهد. و اگر کسی هم سحر و جادو شده باشد شفایش در آیات قرآن هست. و مهمترین آیاتی از آیات قرآن مجید که در این زمینه کاربرد دارند همون گونه قبلا هم عرض کردم همین معوذتین هستند، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و همچنین آیت الکرسی. اینها آیاتی هستند که تأثیر زیادی رو دارند و به گونه کلی خواندن کل قرآن برای حفاظت از سحر یا برای بیرون کردن و برای باطل کردن سحر بسیار مفید هست. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی هم گفتن که در شهری هستیم که همه مردم اهل تشیع هستند و امکان نداره که معلوماتی از مذهب‌های دیگه اسلامی داشته باشم. آیا کتاب چیزی وجود داره که من راهنمایی کنید؟ در شهرهایی که معمولا اهل تشیع هستند چه بسا کتاب‌های اهل سنت و الجماعت هم در واقع پخش نشوند و اجازه ندهند برای انتشار کتاب‌های اهل سنت و الجماعت. بهترین راهش این است که شون مراجعه بکنن به سایت عقیده، کتابخانه عقیده که کتاب‌های زیادی رو از اهل سنت و الجماعت تقریبا فکر می‌کنم کتاباش نزدیک به 2000 کتاب شاید رسیده باشند و در زمینه‌های مختلف، در زمینه عقیده، در مورد تفسیر، حدیث و بقیه موارد اسلامی و کتاب‌های زیادی انشاءالله وجود دارد. این که از این سایت استفاده بکنید و کتاب‌هایی که مورد نظرتون هست یا درباره موضوعی که می‌گردید می‌توانید کتاب‌هایی رو با این عنوان‌ها در این سایت انشاءالله پیدا بکنند و مطالعه بکنند. انشاءالله. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی گفتن که اگر در روز رمضان جماع صورت بگیرد این کار چه حکمی دارد و به چه صورت کفارشه؟ به صورت کلی در ماه مبارک رمضان همبستری جایز هست. این حکم اصلی هست که در شب‌های ماه مبارک رمضان همبستری جایز هست. بسیار از مردم تصور می‌کنند که ماه مبارک رمضان ماهی است که زن و شوهر باید جدا از همدیگر بخوابند. این گونه نیست. در ماه مبارک رمضان در شب‌های این ماه مبارک به تصریح قرآن در واقع در سوره بقره الله متعال می‌فرماید احل لكم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم و انتم لباس لهن. در شب‌های ماه مبارک رمضان برای شما همبستری جایز هست. شما لباس زنانتون هستید، زنان لباس شما هستند. یعنی همون گونه که لباس انسان را حفاظت می‌کند، شما یعنی زن و شوهر همدیگر را حفاظت می‌کنند و یک لباسی برای همدیگر شمرده میشوند. پس بنابراین به تصریح آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همبستری و مقاربت در شب‌های ماه مبارک رمضان کاملا جایز هست و هیچ گونه کراهتی و اشکال شرعی را ندارد. و در روز ماه مبارک رمضان که جزء موارد هست که حرام هست، همان گونه که خوردن و آشامیدن در روز ماه مبارک رمضان حرام هست، همچنین همبستری هم حرام هست و منتها یعنی درجه حرمتش حتی از خوردن و آشامیدن هم بالاتر و بیشتر هست. درجه حرمتش، حرام بودنش در روز رمضان بیشتر از حرمت خوردن و آشامیدن هست. و در این زمینه روایت معروفی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، روایت صحیح است در صحیح بخاری و مسلم کتاب‌های دیگر اومده که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که در مجلسی نشسته بودیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشتند. یک فردی اومد و گفت که یا رسول الله هلکت و اهلکت، من خودم هم هلاک شدم و دیگران را هم هلاک کردم. ایشون فرمودند که چه کاری رو انجام دادید؟ اون صحابی عرض کرد که رسول الله واقعت و امرأتی فی نهار رمضان، گفت که در ماه مبارک رمضان با همسرش در واقع همبستری کرده در روز ماه مبارک رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو توصیه کردند که در ماه مبارک رمضان در روزش سوال کردند که آیا برده‌ای داری که آزادش بکنیم؟ یعنی اولین کفاره کسی که در روز ماه مبارک رمضان با زنش همبستری بکنند. اینو من توضیح بدم. اگر زن و شوهر هر دوتا در مسافرت باشند بر اونا کفاره نیست. زن و شوهر هر دوتا در سفرن، اول روزه گرفتند، الان در سفر اختیار دارند که روزه را بخورند یا اینکه ادامه بدن. اگر در سفر بودند و این عمل انجام گرفت بر اونها هیچ گونه گناهی نیست، کفاری بر اونها لازم نیست. اگر زن و شوهر در شهر بودند و هیچ کدام روزه نبودند، هیچ کدامشون روزه نبودند، روزه نگرفته بودند بنابر هر دلیلی، اگر هم بستری کردند باز هم کفاری بر اونها لازم نیست اگر در شهر هم بوده باشند و روزه نبودند. و اگر در شهر بودند قبل از این که این عمل صورت بگیره، مثلا چیزی رو خورده بودند یا آشامیده بودند یا روزهشون به وسیله دیگری شکسته بود، بعد این عمل رو انجام دادن، باز هم کفاری بر اونها لازم نیست. اما اگر کسی زن و شوهر در ماه مبارک رمضان در روزش نیت روزه کردند، روزه بودند، در وسط روز بدون این که روزهشون رو شکسته باشند اومدند و این عمل رو انجام دادند، از نظر شرعی کفاره در واقع کفاره دارند. هم روزهشون شکسته، هم روزه هر دو طرف شکسته، همین که هر دو نفر گناهکار هستند، البته در صورتی که زن با اختیار این کار رو انجام داده باشه. هر روزه هر دوتا میشکنند، هر دوتا گناهکار هستند و هر دوتا باید قضا بیارن. یعنی یک روزی رو حتما به جاش باید روزه بگیرن، هم قضا دارد و هم کفاره، و هم این که در واقع کفاره هم بر اونها لازم هست. کفاره خوردن و نوشیدن یک چیز دیگر هست و کفاره جماع در ماه مبارک رمضان یک چیز دیگر است. یعنی کسانی که در ماه مبارک رمضان روزهشون را خوردند، آبی خوردند یا غذایی خوردند، روزه را شکستند با خوردن یا آشامیدن، فقط به جایش یک روز میتونند روزه بگیرند. یعنی کفاره نداره، فقط قضا دارد. یک روز در مقابل یک روز هست. یک روزی رو در روزهای ماه مبارک رمضان روزه نگرفتند، یک روز به جایش روزه بگیرند. اما در مورد جماع و همبستری حکمش شدید هست. مرحله اول این است که برده رو آزاد بکنند. یک برده رو باید آزاد بکنند. این یک مرحله. مرحله دوم این است که امروزه که برده وجود ندارد که برده آزاد بشوند. مرحله دوم اینا مرحله به مرحله هست. این است که 2 ماه پشت سر هم روزه بگیرند. 2 ماه
قمری پشت سر هم بدون اینکه یک فاصله در وسط بیفتد باید روزه بگیرند، مگر اینکه این فاصله در واقع به خاطر بیماری باشد، به خاطر عذر شرعی باشد. به طور مثال بر زن کفاره لازم شده در وسط این روزه، مثلا عادت ماهیانه شروع شد، خب در هنگام عادت ماهیانه نمیتونه روزه بگیره، این عذر شرعی هست، مشکلی نداره. اما در غیر این صورت باید 60 روز یا به تعبیر همون 2 ماه، ولی اینکه 60 روز نباشند 2 ماه قمری پشت سر هم را باید روزه بگیرند، 60 روز کامل. مثلا اگر مرد هم مثلا 60 روز رو باید روزه بگیرد، در وسط این 60 روز یک روز بیمار شد، به خاطر بیماری روزه نگرفت، یا اینکه مثلا به سفر رفت مثلا روزه رو نگرفت که از نظر شرعی براش جایز هست، این یک حکم کاملا جداگانه داره، اما بدون عذر به هیچ عنوان نمیتوانند که روزه را بخورند. یا اینکه فرض کنید در وسط مثلا روز عید افتاد، روز عید اومد، مثلا عید قربان اومد، روزه گرفتن عید قربان در واقع جایز نیست، این روز رو باید بخورد. در غیر این صورت ها باید 60 روز پشت سر هم رو باید روزه بگیرند. این مرحله دوم هست از 3 مرحله. اول برده آزاد بکند، مرحله دوم 60 روز رو روزه بگیرند، اگر بیمار بود به هیچ عنوان نمیتوانست روزه بگیرد، به جای 60 مسکین رو باید غذا بدهد. 60 مسکین را باید غذا بدهد به جای 2 ماه روزه پشت سر هم. و داستانی رو که از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل شده بود، همین مطلب رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند. اون فرد اومد گفت من این عمل رو انجام دادم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا برده داری؟ گفت نه برده ندارم. گفت آیا می توانید که 60 روز پشت سر هم روزه بگیرید؟ گفت نه 60 روز هم نمیتوانم روزه بگیرم. گفت که پس به جایش 60 مسکین را غذا بده. گفت که پولم ندارم، چیزی رو ندارم که 60 مسکین را غذا بدم. نشسته بودند، یک فردی یک سبد خرمایی آوردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم این سبد خرما رو بهش دادند که برو اینها را به جای کفاره خود در واقع صدقه بکن. پس بنابراین اگر کسی در ماه مبارک رمضان هم بستری کرده باشد، در روزش حکمش این است که روزه هر 2 نفر شکسته و بر هر 2 نفر کفاره لازم هست، در صورتی که زن موافق باشد. اگر زن موافق نبود، بل اجبار این عمل انجام گرفته بود، در این صورت کفاری بر زن لازم نیست. پس بنابراین هم کفاره لازم هست که باید بدن و کفاره آزاد کردن غلام یا 60 روز روزه در مرحله دوم اگر نتوانست 60 روز روزه بگیرد، و اگر نتوانست که 60 روز یا 2 ماه رو روزه بگیرد 60 مسکین رو در واقع غذا بدهد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از روسیه بودن، گفتن که تکان دادن و حرکت دادن انگشت سبابه در وقت تحیات به چه صورت است؟ در تحیات در واقع سنت رسول الله و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم جزء اعمالی که سنت های عملی که بودن، سنت های ظاهری که بودن، یکیشون در واقع اشاره با سبابه بوده، اشاره با انگشت سبابه. سبابه یعنی این انگشت رو میگن در حالت نماز. و بنابر روایات متعددی که در این زمینه وجود دارد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام نماز انگشتشون 53 بود. 53 یعنی به این گونه بود که این مثلا 2 تا انگشت مثلا حرکت علامت 5 و این 3 میشد 3 53 یعنی در هنگام تحیات می‌نشستن انگشت خودشون این گونه میگذاشتن بر روی پای خودشون که این 2 تا انگشتش به این گونه قفل بودند و این 3 انگشتش بسته بودند که عمل عدد 53 در واقع نوشته میشد. بنابر روایاتی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، به طور مثال از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در مسند امام احمد رحمت الله علیه اومده که ایشون نماز خوندند و در هنگام نماز انگشت با سبابه خودشون اشاره میکردند. با سبابه خودشون با این انگشت، این وقتی که دست رو گذاشته بودن بر روی پای خودشون، این گونه اشاره میکردند و دعا میکردند. اشاره میکردند و دعا میکردند و نگاهشون در هنگام دعا و در هنگام التحیات و قعده بر روی این انگشت بود، این نگاهشون متمرکز در اینجا و این گونه دعا میکردند، اشاره میکردند با انگشت خودشون. و بعد از اینکه سلام دادن نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث رو خوندند که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لهی اشد علی الشیطان من الحدید، انگشت دادن این اشاره و دعا کردن با این انگشت بر شیطان از آهن هم سنگین تر هست. این از یک گرز آهنین بر شیطان هم در واقع سنگین تر است، به خاطر اینکه این انگشت علامت تشهد است، علامت یگانگی و یکتایی الله متعال. و همچنین در روایت دیگری که از حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه باز هم در مسند امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشتشون رو تکان میدادند،
یعنی در هنگام نماز وقتی که دعا میکردن این گونه انگشتشون تکان میدادن و این چیزی که لازم هست اشاره هست، چیزی که در هنگام لازم هست، البته فرض نیست. عرض کردم که جزء سنت های نماز هست که اشاره بکنند و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که با این انگشت دعا میکرده. مثلا وقتی که دعا میکردن که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این وقتی که این دعاها رو میخوندن انگشت را در واقع ربنا آتنا فی الدنیا، هر وقتی که دعا رو میکردن این انگشت رو به این صورت در واقع تکان میدادند و این جزء سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. منتها در این زمینه نباید افراط کرد، نباید در این زمینه افراط کرد. بعضی بیگونه‌ای هستند که به هیچ عنوان این انگشتون یعنی تا زمانی در نماز هستند با سرعت تمام این به صورت تکان میدن. این در بیگونه‌ای که ذهن خود انسان یا افراد دیگر در واقع به این طرف در واقع کشیده میشد. اشاره به در حد اعتدال باشه، اشاره کردن یعنی بلند کردن انگشت و دعا کردن با و هنگام دعا اینو بلند کردن یا حرکت دادنش به صورت معتدل و عادی باشه. این از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و عرض کردم که لازم نیست و جزء سنت های عملی و ظاهری نماز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که وقت نماز به خاطر اینکه حواسمون پرت نشه آیا اجازه داریم که چشمانمون را ببندیم؟ اصل در نماز این است که چشم‌ها باید باز باشد. اصل در نماز این هست که چشم‌ها در نماز باید باز باشد. از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، یعنی اینکه در هنگام قیامشون محل سجده خودشون رو نگاه می‌کردند یا بنابر روایتی که در روایت اومده که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خودشون رو دراز کردند که یک چیزی رو بگیرند و جریانی اتفاق افتاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعداً اشاره کرد که شیطان اومده بود، من می‌خواستم شیطان رو بگیرم. یا در روایت دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که به طرف آسمان نگاه نکنید در هنگام نماز. یا در این روایتی که عرض کردم رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام التحیات انگشت خودشون رو نگاه می‌کردن. تمام اینها دلیل بر این است که در هنگام نماز اساساً نباید چشم‌های مردم انسان بسته باشد. منتها بستن چشم در نماز حرام نیست. بستن چشم حرام نیست، اولاتر و بهتر باز کردن چشم است و به صورت عادت هم نباشه که انسان همیشه عادت بکنه که در هنگام نماز چشم خودش رو ببنده. منتها اگر در موردی ضرورتی پیش اومد میتواند که چشم خودش رو ببندد. در یک جای نماز میخوند گرد و خاک بود، خب ببنده، هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد. از جلوش یک فرد نامحرمی رد میشد، زنی رد میشد، مردی رد میشد یا یک منظره نامناسبی بود، میتونه چشماشو ببنده. اگر یک موردی بود که ذهنش رو در واقع متوجه خود میکند اشکال نداره تا اندکی چشم خودش رو ببندد. اما به صورت کلی که در تمام هنگام نماز چشم بسته باشد این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و انسان نباید خودش را به این عمل عادت بدهد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی این بود، گفتن که وقتی که جوراب میپوشیم و مس میکنیم بر جوراب، مس بر جوراب باید تا چند روز باشه و آیا بعد از خواب هم ادامه داره یا نه؟ در مورد مسح بر جوراب و مسح بر خفین، مسح بر جوراب باشد یا مسح بر خفین باشد، یعنی جورابه های غلیظ و جورابه های در واقع ساخته شده از پوست، در این زمینه روایات متعددی وجود دارد. در صحیح مسلم و در سنن این نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون وقت را تعیین کردن، جعل للمقیم یوما و لیلة وللمسافر 3 ایام و لیالیهن. این مورد اتفاقی هست نزد اهل سنت و الجماعت که برای مقیم 1 شبانه روز و برای مسافر 3 شبانه روز. یعنی فرد مقیم 1 شبانه روز یعنی 24 ساعت میتواند که مسح بکند و شخصی که در واقع در حالت مسافرت هست اون در واقع به جای 1 روز 3 شبانه روز میتواند که بر موزه یا جوراب خودش در واقع مسح بکند. منتها مدت این مسح از چه زمانی شروع می شود؟ این 24 ساعت یا 1 شبانه روز یا 3 شبانه روز از چه زمانی شروع می شود؟ عموم فقهای اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، نظرشون این است که از زمان حدث شروع می شود. از زمان حدث یعنی این که یک انسانی فرض کنیم که الان مثلا نماز مغرب رو خونده، نماز مغرب رو خونده، الان وضو گرفته و به جای این جوراب خودش رو پوشیده یا اینکه موزه رو و خف خودش رو پوشیده. خب الان عموم فقها عرض کردم که نظرش این است که بعد از اولین در واقع نقض وضو،
بعد از اولین حدث. یعنی این که الان مثلا این موزه را جوراب را پوشیده بر اون مسح کرده، وقتش از الان شروع نمیشود بنابر مذهب امام ابو حنیفه، شافعی و امام احمد ابن حنبل. وقتش از آن شروع نمیشود، وقتش از اولین در واقع به تعبیری دستشویی رفتن شروع میشود. یعنی از اولین مرتبه‌ای که وضویشان شکسته باشد از اونجا شروع میشود. الان مسح بر موزه کرد و وضو گرفت، مسح بر موزه کرد. فرض کنیم که در هنگام خواب قبل از اینکه بخوابد رفته برای قضای حاجت و دستشویی رفته و بعد از آن رفته استراحت کرده خوابیده. عموم فقها نظرشون است که از اون وقت از ساعت 12 یعنی وقت خوابش که رفته دستشویی و وضوی شکسته از اونجا در واقع شروع میشود. اما به نظر من احتیاط از همون حالت اول هست که عموم مذهب امام مالک و بسیاری از فقهای دیگر مانند امام اوزاعی و دیگر فقها هست که از وقت در واقع وضو شروع می شود. یعنی از همون لحظه ای که شما وضو گرفتید مسح کردید از اونجا شروع می شود. 24 ساعتش یا یک شبان روزش از اونجا باید شروع بکنید و این احتیاط بیشتری هست. در این زمینه احتیاط بیشتری وجود داره، گرچه جمهور علما من عرض کردم که نظرشون است که از اولین بی‌وضویی شروع می شود، از اولین حدثی که بعد از مسح در واقع اتفاق افتاد. سپاسگزارم از شما. بیان بعدی در مورد آیه 21 سوره الکهف خواستن که توضیح بدید. بله، درباره آیه 21 سوره کهف آیه هست که الله متعال اشاره میکنه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بحث مسجد سازی بر روی قبور هست که این از دیدگاه اهل سنت و الجماعت و حتی از دیدگاه ائمه شیعه، مسجد ساختن بر روی قبر از دیدگاه اهل سنت و الجماعت و هم از دیدگاه ائمه شیعه، ائمه بزرگوار شیعه، نظرشون در این زمینه نظر اهل سنت و الجماعت است و در این زمینه روایات متعددی در کتاب‌های شیعه وجود دارد که نماز خواندن بر روی قبر، نماز خواندن به طرف قبر و در واقع مسجد ساختن بر روی قبر را جایز نمیدونند و این آیه به هیچ عنوان دلیلی برای بنا کردن مسجد بر روی قبر نیست. معمولا شیعه یا افراد صوفی که در این زمینه با شیعه در یک مسیری هستند از این آیه استفاده میکنند، میگویند که الله متعال در این آیه نقل قول کرده از کسانی که گفتند که قال الذين غلبوا على امرهم، اونهایی که غالب شدند اونا گفتند که ما بر محل قبر اصحاب کهف در واقع مسجد میسازیم. این حرف اونها رو در واقع قرآن نقل کرده. اما در این زمینه بعد از این ما روایاتی رو داریم، آیات قرآن کریم، چیزهایی که مربوط به ادیان گذشته بوده، حکم اونها با همان قالب برای ما ثابت نیست. هر چیزی رو که از دین یهودیت در قرآن اومده و تایید کرده، مثلا در قرآن نقل شده یا از اصحاب کهف برای ما نقل شده، اونها برای ما معیار نیست. برای ما معیار اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم است که آیا حکمی که در زمان یهود بوده، در زمان نصارا بوده، در زمان اصحاب کهف، ولو این که به اصطلاح حکم جایزی بوده در اون زمان و جز شریعت بوده، آیا اسلام هم اون رو تایید کرده یا اینکه تایید نکرده؟ در این زمینه ما می‌بینیم که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا صراحت دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد و این روایت از روایات اهل سنت هم ثابت هست و از روایات شیعه هم ثابت هست. پس بنابراین ساختن قبر از دیدگاه مسلمانان و در شریعت اسلامی به خاطر فرموده های رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوع هست. این که در زمان کهف جایز بوده جایز نبوده بحث جداگانه و دیگری است. بالفرض این که جایز بوده باشد در اسلام جایز نیست، زیرا که در این زمینه ما احادیث صحیح و صریحی رو داریم، هم شیعه نقل کردن و هم ائمه شیعه، هم اهل سنت و هم شیعه. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که روایتی از حضرت علی رضی الله عنه است که پیشگویی کرده که انسان‌هایی در روز قیامت در آخر زمان میآیند با پرچم سیاه و ریش دراز و موهای بلند دعوت به جهاد میکنند ولی گمراه هستند. آیا این صحیح است یا نه؟ از نظر و دیدگاه ما اینو ما بارها اعلام کردیم، عمل کرده داعش را به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و بارها در این شبکه و شبکه‌های دیگر ما اعمال زشتی رو که در واقع صورت گرفته و خلاف شریعت اسلامی و تعالیم اسلام هست از هر کسی باشد، چه از طرف داعش باشند که در واقع یک گرایش به در واقع یا اهل سنت و الجماعت باشند یا اینکه جزء ملیشیا
صوفیات و افراد شیعه باشند، از هر کسی صورت گرفته باشد، از دیدگاه ما کاملا مردود است. ما نه این در واقع اعمال را نه از شیعه میپذیریم و نه از اهل سنت و الجماعت و همه اینا از دیدگاه ما مردود هستند و خلاف شرع هستند. اما در موردی که روایتی که ایشون اشاره کردن، بله همچنین روایتی وجود دارد، اما این روایت از نظر سندی قابل اعتبار نیست. روایتی هست که در واقع سندش مشکل داره، از نظر سندی وقتی که ثابت نیست نمیتونیم که ما بر اساس این روایت یک حکم شرعی رو ثابت بکنیم. اما موارد دیگری و تعالیم دیگری که در این زمین اسلام دارد و اونا کاملا صریح و شفاف هست و بسیاری از اعمالی که داعش انجام میدهد از دیدگاه ما مردود هستند و خلاف روش و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تشکر میکنم از شما. چند نفر از بینندگان عزیز از تاجیکستان تماس گرفتن و گفتن که شورای علمای مرکزی تاجیکستان شرکت مردم در جنگ عراق و سوریه را حرام دانستند. بفرمایید چه نظری دارید؟ شرکت در جنگ هایی که در جای دیگر باشد، یعنی بحث رو این است که جنگ به چه خاطری اتفاق افتاده. اگر یک کشوری مورد تهاجم قرار گرفته از غیر مسلمانان یا از جانب افراد دیگری و انسان مجبور هست که از خودش دفاع بکند، این یک جهاد شرعی هست و در چنین موارد شرکت کردن در چنین جنگ ها از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است و جزء فروض کفایه هست، یعنی برای نجات دادن برادران مسلمان یا برای نجات دادن و در واقع آزاد کردن یک کشور اسلامی، سرزمین اسلامی، چون این جهادی جهاد اسلامی هست و شرکت کردن در اون هم از نظر شرعی اشکال ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد زنا خواستن بدونن که چیست. زنا در واقع یکی از اساسی ترین گناهان کبیری هست که الله متعال در واقع اینها رو حرام کرده و در قرآن کریم آیات متعددی رو داریم، ولا تقربوا الزنا، که به زنا نزدیک نشوید. یعنی این که به اندازه این زنا گناه بزرگی هست که حتی مقدمات زنا را، راههایی رو که منجر به زنا میشوند، انسان باید از اونها کاملا پرهیز بکند و گذشته از تمام موارد شرعی، آیاتی که در این زمینه وجود دارد، روایاتی که در این زمینه وجود دارد، از نظر عملی هم ثابت شده کسانی که به حیثیت و آبرو و ناموس دیگران تحرز بکنند، این در واقع یک قرضی هست و وامی هست و قطعا به حیثیت و آبروی اونها در واقع هم تحرز می شود. اون کسانی که خودشون اهل زنا هستند، مطمئنا خانوادهشون از این گناه و از این در واقع تبعاتی که دارد قطعا اونها هم در واقع متضرر می شوند و چه بسا همون گونه که یک فرد زانی به ناموس دیگران تجاوز کرده، الله متعال کسی رو در واقع این احتمال را بدهد و این فرصت را بدهد که به ناموس چنین فردی هم در واقع تجاوز بکند. پس بنابراین بنابر آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، زنا یکی از بزرگترین گناهان کبیره است. جزاکم الله خیر. آقا شیرالی گفتن که از بخش سال قبلی از بیننده گفتن که همسرم نتونست روزه‌اش رو بگیرد، الان قضا دارد و وقت رمضان هم نزدیک شده است، چه کار باید بکنم؟ کسی که زنی که قبلا روزه قضایی برگردنش بوده، اساسا اینو باید قبل از این که رمضان این سال بیاد باید اینها رو قضاش رو می آورد و سعی می‌کردن که در فرصت اول این رو در واقع قضای این روزه ها رو بیارن. منتها این که تأخیر افتاده این هیچ گونه گناه شرعی رو ندارد. بله. این مورد که یک زنی از رمضان گذشته چند روزی برگردنش هست، اینو به تأخیر انداخته تا امروز نتوانسته روزه بگیرد، هیچ گناهی برگردن این نیست و هیچ گونه کفاری رو هم ندارد. نه گناهی هست و نه کفاری هست، بنابر حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که ایشون میگه که من قضاهایی که از ماه رمضان بر من میموند، من نمیتونستم اینها رو قضاشو بگیرم مگر تا ماه در واقع قبل از رمضان، ماه شعبان، که در این ماه من قضای سال گذشته رو در این ماه من میگرفتم. پس بنابراین تأخیرش این گناه نداره، گرچه اولاتر این است که انسان سعی بکند که زودتر این روزها رو در واقع بگیرد. الان که ماه مبارک رمضان گرفت و روزهای از سال گذشته بر عهده شما هست، اشکالی نداره. رمضان که اومد، این چند روزی هم که باقی هست میتونید که به نیت قضا روزه بگیرید و اگر روزه نگرفتید بعد از این ماه مبارک رمضان میتونید که قضای سال گذشته رو بیارند، نه گناهی داره و نه کفاری. یعنی بعدی گفتن که بعد از وضو اگر از دندان خون بیاید آیا وضو میشکنند؟
در مورد شکستن وضو از خون اساساً به صورت کلی اختلاف دیدگاه وجود دارد در این مورد که آیا خون جز شکننده های وضو هست یا نیست. در مذهب امام ابو حنیفه جز شکننده ها شمرده می شود و در مذهب امام احمد و امام شافعی و دیگر فقها در واقع جز شکننده های وضو نیست. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که خون را جز شکننده های وضو می دونند، در این هم معیارهایی هست و شرایطی در این زمینه وجود دارد. یکی از شرایطش این است که مثلا این خون خارج بشود، این خون خارج بشود، ظاهر بشود و روی پوست بدن جریان پیدا بکند. اگر زیر پوست باشد یا این که پوست خراشیده بشود و خون ظاهر بشود و از جای خودش تکان نخورد، باز هم این شکننده وضو نیست، حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و در مورد خونی که از لثه خارج می شود در هنگام وضو یا در هنگام دیگر و در اوقات دیگر، از نظر فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به صورت کلی و 100% شکننده وضو نیست. فقط در صورتی در فقه احناف اینو قید کردند، فقط در صورتی شکننده وضو هست که خونی که از لثه بیرون آمده غالب باشد بر آب دهان، یعنی بیشتر باشد از آب دهان، که به صورتی که آب دهان در واقع کاملا شکل خون رو بگیرد. در این صورت در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو شکسته، اما در مذاهب دیگر مذهب شافعی و امام احمد بن حنبل حتی در این صورت هم که برسد شکننده وضو نیست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن آیا موسیقی حرام است یا حلال؟ موسیقی جز موارد حرام هست. آیاتی از قرآن کریم رو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه لهو الحدیث رو تفسیر کردند به صدای موسیقی و همچنین در این زمینه روایت صحیح هست در صحیح بخاری به صورت تعلیق اومده. حضرت ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا یاتین اقوام یستحلون الحر والحریر والمعازف، در آخر زمان یک قومی خواهند آمد که زنا را و ابریشم را و معازف را، و معازف یعنی آلات موسیقی، ابزار موسیقی را و صدایی که از اینها در واقع به وجود میاد، اینو حلال میدونن. این روایت که در جاهای دیگر به صورت مسند هم اومده و متصل هم اومده و این روایت دلالت بر این میکند که موسیقی در واقع یکی از موارد حرام هست. غیر از این روایات دیگری هم وجود دارد که صحیح هست. جزاکم الله خیر. دختر در چه سنی به سن بلوغ میرسند؟ برای رسیدن به سن بلوغ نه برای پسر و نه برای دختر سن مشخصی مورد ملاک نیست. اون چیزی که مورد ملاک است در اینجا در واقع مشاهده کردن در واقع نشانه زنانگی هست که در مورد زنان همون قاعدگی هست و دوران عادت ماهیانه هست. در هر سنی که عادت ماهیانه برای زن آغاز بشود این در واقع سن بلوغش هست، یا برای پسران همون زمان احتلام، چه در سن 15 سالگی باشد یا قبل از آن. و برای دختران هم سن مشخصی تعیین نشده و از هر زمانی که عادت ماهیانه دیدند این آغاز زمان بلوغشون است. سپاسگزارم از شما. بنده بعدی گفتن که اگر کسی در ذهنش یک کاری بیاید و بگوید اگر این کار را بکنم زنم طلاقه، اما بر زبان نیاره و نیتی نکند، آیا طلاق میشه؟ نه، اون چیزی که در ذهن انسان هست به هیچ عنوان الله متعال اون مؤاخذه نمی کند، ولو این که طلاق بدهد، ولو این که یک فردی عمدن در قلب خودش زنش را طلاق بدهد و حتی تصور بکند که به زنش گفته که تو طلاق هستی، تا زمانی که لفظ طلاق را تلفظ نکرده و بر زبان نیاورده طلاقی در واقع موردی رو ندارد و طلاق واقع نمی شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان الله تجاوز عن امتی عما حدثت به انفسها، که الله متعال اون چیزی رو که در قلب امت من هست اونو مؤاخذه نمی کنند. طلاقی که در دل دادید، ولی نه اینکه تنها بگید که اگر زنتون فلان کار رو انجام بدهد طلاق است، ولی اینکه طلاق داده باشید عملا در قلب خودتون، تا زمانی که بر زبان نیاورده باشید طلاق واقع نمی شود و این مورد اتفاقی هست در میان تمام اهل سنت و الجماعت. جزاکم الله خیر. یعنی از تاجیکستان گفتن که وقتی امر معروف میکنیم پلیس ها ما را دستگیر میکنن، آیا لعنت کردن اونها درسته؟ انسان باید به صورت کلی لعن بر افراد کار مناسبی نیست. لعن بر افراد و بر افراد مشخصی که الله متعال فرانی رو لعنت بکند، چون این چیزی کار پسندیده نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که من لعان و طعان و در واقع فحش دهنده مبعوث نشدم. منتها به صورت کلی جایز هست که انسان نوع را در واقع لعنت بکند. الله متعال لعنت بکند اونهایی که جلوی دین رو
رو میگیرن. الله متعال لعنت بکند آنهایی که در واقع با اسلام میستیزند و جنگ میکنند. این به صورت کلی جایز هست، اما لعن بر افراد رو من توصیه نمی کنم و بهتر است که از این موارد در واقع پرهیز بکنند. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که نماز میخونم ولی قرآن رو خوب بلد نیستم و فراموش میکنم. اشکالی نداره، نماز ایشون کاملا درست هست و قرآن خوندن و تلاوت قرآن یک حکم کاملا جداگانه هست. ایشون سعی بکنند که انشالله قرآن را یاد بگیرند. اگر ایشون بیشتر مراقبت بکنند و مواظبت بکنند بر تلاوت قرآن و تلاوت هایی که از شبکه‌ها پخش میشوند، انشالله امیدوار هستیم که ایشان مسلط بشوند بر تلاوت قرآن و خصوصا در ماه مبارک رمضان انشالله همه روزه برنامه در این شبکه هست برای یاددهی و روحانی قرآن کریم. امیدوار هستم که از این برنامه انشالله استفاده بکنم. و گفتن که اسم دخترم الهه است. نه، اسم الهه اسم مناسبی نیست. اله به معنی معبود هست و الهه یعنی معبود زن. ما معبود زنی نداریم و الهه اسم جالب و زیبایی نیست. من توصیه می کنم که این خواهرمون و تمامی خواهران دیگری که این اسم رو بر روی فرزندانشون گذاشتن سعی بکنم که این اسم رو در واقع بردارند، عوض بکنند اسم فرزندشون رو، حتی اگر نتوانند از نظر قانونی اسم رو عوض بکنند و در ثبت احوال اگر موافقت نکردند اسم رو عوض نکردند، حداقلش این است که شما دخترتان را یک اسم دیگری بگذارید و با اون اسم دیگرشون را صدا بزنید. با اسم الهه این اسم مناسبی نیست و باید این رو عوض بکنند. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی هم گفتن که در جوانی مرتکب عمل لواط شدن و الان پشیمانن، چیکار کنن؟ هر عملی رو که انسان در زمان جهالت انجام داده، در زمان گذشته انجام داده، اهم از این که لواط باشد، زنا باشد یا هر مورد دیگر گناه دیگری رو، الله متعال با توبه کردن انشاءالله تمامی گناهان را میبخشد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسانی که گناه انجام دادند و توبه کردند مانند کسانی هستند که گناهی رو انجام نداده باشند. پس بنابراین امیدوار به رحمت الله متعال باشید و الله متعال گذشته رو معاف میکند. اما در مورد حکم شرعی یا اجرای حد شرعی، اگر واقعا دادگاه اسلامی باشد و این قضیه به دادگاه اسلامی برسد، اون دادگاه هست که میتواند حد شرعی رو در این مورد اجرا بکند. هیچ فردی از افراد این اجازه رو ندارد که خودسرانه تنبیه بکند یا خودسرانه حد شرعی رو اجرا بکند. همین که فردی توبه کرده باشد همین کفایت میکند و لازم نیست که در این زمینه دغدغه بیشتری رو داشته باشد. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی در مورد لیلة البرات توضیحات می‌خواستم. لیلة البرات ما نداریم. لیلة البرات یعنی شب 15 شعبان هیچ گونه فضیلتی رو ندارد و هیچ گونه فضیلتی در مورد این ماه ثابت نشده. نه قرآن خواندن اضافی ثابت شده و توصیه شده، نه روزه گرفتنی در روزش توصیه شده و نه نماز خواندنی توصیه گرفته. تمام اعمالی که به عنوان لیلة البرات یا براءت در واقع نیمه شعبان انجام داده می‌شود، تمام اعمال غیر شرعی و اعمال بدعتی هستند و انسان‌های مسلمان و اهل سنت باید از این گونه موارد کاملا پرهیز بکنند. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی در مورد حکم ریش و علاوه بر آن عزاداری برای ائمه از دیدگاه قرآن خواستم. بله، این بیننده من که متاسفانه وقتم کم آورده، من می‌خواستم توضیح بیشتری رو بدم. در مورد ریش احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد که محاسن خودتون را بزرگ بکنید، یعنی بلند باشه محاسن، ارخ اللها، وعف اللها، وفر اللها، تعبیراتی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح در این زمینه نقل شده و عملا هم علما و مجتهدین شیعه بر این روایت در واقع عمل میکنند. و در مورد عزاداری روایات صحیح از نزد اهل سنت و الجماعت که رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا نهی کردند ما را. و جالب این است که این روایات از زبان ائمه شیعه هم وجود دارند، یعنی همین مذهبی رو که اهل سنت و الجماعت دارند دقیقاً این مذهب ائمه شیعه هست. امام باقر، امام جعفر صادق رحمت الله علیهم اجمعین این موارد رو دارند. حتی در روایاتی از ائمه شیعه نقل شده که اگر انسان در هنگام مصیبت دست خودش را بر روی پای خودش بزند، این در واقع به معنی حبط عملش هست، یعنی در واقع ثوابش رو کاملا از دست داده. اون چیزی رو که الله متعال به ما توصیه کرده در هنگام مصیبت صبر هست، که در هنگام مصیبت انسان باید صبر بکند. روشی رو که عملا رسول الله خودشون انجام دادن، صحابه انجام دادن، حضرت علی انجام داده و بقیه ائمه شیعه انجام دادن. ثابت نیست نه از نظر شیعه و نه از نظر اهل سنت و الجماعت، نه از روایات شیعه و نه از روایات اهل سنت که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای یکی از دخترانش یا فرزندانش در واقع عزا گرفته باشند.
مراسم عزاداری، نه برای عبدالله و قاسم و برای دخترانش که از دنیا رفتن، رقیه، زینب، ام کلثوم که در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و همسرشون حضرت خدیجه و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول گرامی اسلام برای هیچ کسی سینه نزدن، عزاداری نکردن و زنجیر و خمه نزدن و حتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه شیعه هیچ کدام از اونها این مراسمی را که امروزه به عنوان مراسم عزاداری در مذهب شیعه است، هیچ کدام این مراسم را نه تنها که انجام ندادن، بلکه خلاف این دستور دادند که ما باید صبر را پیشه بکنیم، در هنگام مصیبت بر سر صورت نزنیم. روایات متعددی وجود دارد در روایات اهل سنت و روایات شیعه که انسان کسی را که نوح خان هست در روز قیامت الله متعال یک لباسی از غیر رو بر این میپوشاند تا اینکه عذاب بیشتری رو در واقع بچشد. نوح خانی و عزاداری به این گونه‌ای که مرسوم است در میان شیعه، این مخالف با قرآن، مخالف با احادیث رسول الله، مخالف با روش و عمل رسول الله، مخالف با گفتار و کردار ائمه شیعه و ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و در این زمینه در واقع روایات متعددی وجود دارد که انشالله در یک از این برنامه‌ها من این روایات را از کتاب شیعه به صورت مفصل و گسترده هم خدمت بینندگان عزیزم عرض خواهم کرد انشالله. جزاکم الله خیر. و آخرین سوالم این بود که گفتن خود بیننده گفتن عربی بلد نیستیم ولی میخوام از قرآن معلومات داشته باشم. بله، در مورد تفسیرها و ترجمه هایی که توسط اهل سنت و الجماعت در واقع انجام گرفته و در ایران هم چاپ شده، بهترینشون و مختصرترینشون در واقع تفسیر راستین هست که معروف است به تفسیر سعدی که در 3 جلد در واقع چاپ شده. غیر از این در واقع تفسیرهای دیگری هم هست که به صورت مفصل هست. تفسیر بله در کتاب اهل سنت این در واقع تفاسیر هست و اگر ایشون به اینترنت دسترسی دارند در سایت عقیده تفاسیری وجود دارد و جالب یک تفسیری از آیت الله برخی که خودشون شیعه بودند و هدایت شدن به نام تابشی از قرآن وجود داره که به زبان فارسی هست و قابل استفاده برای این در واقع بینندگان عزیز هست. جزاکم الله خیر. وقت برنامه تموم شد و خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك